بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت با شما عزیزان هستیم از شبکه جهانی وصال حق. عزیزانی که تا این برنامه با ما بودند میدونند که در این برنامه ما در مورد کتاب حجت در الکافی، یکی از کتب معتبر شیعیان که میشه گفت صحیح ترین کتابشون بعد از به اصطلاح قرآن کریم، اگر به قرآن ایمان داشته باشند، کتاب الکافی محسوب میشه و موضوعی که ما مورد بحث قرار میدیم و مطلب اساسی است در کتاب حجت الکافی قضیه امامت ائمه اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و ادعای دروغین روافض که میگن این امامان حجت هایی بودن از طرف الله سبحانه و تعالی و جانشین بلافصل پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامانی بودند که منصوص بودند از طرف الله سبحانه و تعالی و بعد از پیامبر این سلسله ادامه پیدا کرد تا امام 12 که در خردسالی غایب شد و دنیا رو همینطور سرگردان رها کرد و تا امروز هم هیچ خبری از ایشون نیست. و یکی از جنایت‌های بزرگی که ایشون کرده همینه که این قرآن اصلی رو هم که 17,000 آیت بوده با خودش برداشته برده و مسلمان‌ها امروز طبق اعتقادات شیعه مجبورن که قرآن ناقص که تقریبا میشه گفت 1/3 قرآن اصلی هست رو در بین خودشون داشته باشن و خیلی از احکام دینی مفقود شده و این امام زمان با خودش برده و فعلا مسلمان ها از اون اطلاعی ندارن. یکی از موارد مهمی که ما از اولین قسمت این برنامه بهش پرداختیم قضیه توهین و اهانتی است که این دشمنان اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب حجت و در همه کتاب‌های دست اول تشیع که اسطوانه‌های علمی این دین ساخته و پرداخته عبدالله ابن سبع یهودی تعریف کردن، بارزترین مسئله توهین به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که برگرفته شده از همون دشمنی که دشمنان اسلام با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتن و اینها امروز با ماسک محبت اهل بیت در حقیقت دارن به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توهین میکنن که ما نمونه هایی از توهین ها و اهانت هایی که در این روایت ها تا بررسی باب مولود امام جواد به بعضی از اینها اشاره کردیم در برنامه‌های گذشته و در برنامه امروز هم طبق معمول در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم و در برنامه امروز می‌خوایم یکی از مطالب خیلی مهم رو خدمتون بررسی بکنیم و مورد بحث قرار بدیم. قضیه ادعای معجزات عجیب و غریب برای این امامان هست که این مسئله به خاطر فریب عوام شیعه ما میبینیم که خیلی نقش مهمی داشته در کسانی که این دین باطل رو ساختن که چگونه با داستانهای دروغین، با معجزات دروغین احساسات مردم رو تحریک بکنن و مردم رو فریب بدن. جناب حضرت مولانا به برنامه خودتون خوش آمدین. حیاکم الله. من در این برنامه در آغاز یکی دیگر از برنامه‌های حجت بی حجت خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز فرزمند عرض ادب و سلام دارم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و امیدوار هستم که مطالبی رو که مدلل از کتب شیعه نه از صحیح ترین کتابهایشون بلکه از اصیل ترین کتابشون و صحیح ترین کتابشون علی الاطلاق که کتاب اصول کافی هست و مهمترین مطلبی رو و وجه تمایزی رو که در مذهب شیعه وجود دارد که بحث امامت هست انشاءالله با هم بررسی کردیم و در ادامه به تقریبا به پایان این مسیر رسیدیم که
امام دهم و 11 در واقع هستند که بعد از آن هم امام 12 است. امیدوار هستم که الله متعال آنچه را که لازم هست گفته بشود به ما توفیق عنایت بفرماید که بگوییم بر اساس حق و حقیقت، و از تمام حقیقت جویان من امیدوار هستم که الله متعال همه حق جویان را توفیق دهد که پیرو حق و حقیقت باشند و خرافه ها و افسانه ها و بدعات و پیرایه هایی را که در واقع در طول این سالیان دراز به دامان اسلام چسبیده یا به نام اسلام در واقع بسته‌بندی شده و به خورد مردم داده شده، انشاءالله از این خرافات و بدعات دست بکشن. جزاکم الله خیر. حضرت مولانا، من قبل از اینکه بیام استودیو تصور من این بود که همون روال عادی برنامه هست و قضیه باب مولود یا باب اشاره و نسخ خواهد بود و موضوعاتی که مرتبط با این دو موضوعی که تا حالا صحبت کردیم. داشتیم در اینجا صحبت می‌کردیم قبل از برنامه، شما فرمودید که می‌خواید در مورد معجزات صحبت بکنید، معجزات امامان. چطور شد که قضیه کشونده شد به معجزات امامان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی رو که همیشه ما یعنی مورد بررسی قرار دادیم در کنار ابواب امامت، نص و اشاره بر ائمه‌ای که وجود داشتند و ادعاشون کردن، دلایل امامت این بزرگواران رو از دیدگاه شیعه، امامتی که این بزرگواران داشتن از دیدگاه اهل سنت و جماعت نیازی به اثبات ندارد. روایاتی که از این بزرگان وجود داره، علمی رو که از این بزرگان وجود داره، خصوصا امامان اولیه‌شون. امامان بعدی بعد از امام رضا در واقع علم آنچنانی از اونها به جا نمونده که اونها رو به عنوان علمای برتر زمان خودشون در واقع معرفی بکند یا حداقل در سطح علمای دیگر اونها رو قرار بدهد. اما در مورد ائمه قبل مانند امام جعفر، امام باقر و زین العابدین، حتی موسی کاظم، روایاتشون در کتاب‌های اهل سنت و جماعت وجود دارد و این دلیل بر این است که یک نوع وجاهتی رو و امامتی رو نزد اهل سنت و جماعت در واقع داشتن. اما تعریفی رو که شیعه از امامت دارند، این تعریفی هست که این تعریف نه در قرآن اومده و نه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده و چنین امامتی رو نه تنها ائمه 12 شیعه، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ادعا نکرده بود. امامتی رو که تمام ویژگی های الله متعال رو آوردند و به این ائمه در واقع چسبوندند و تمام ویژگی های نبوت رو هم آوردند دادن به این ائمه. چنین امامتی رو و چنین جایگاهی رو و چنین مرتبه‌ای رو حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ادعا نکرده بودند. این امامت رو اساساً باید با توجه به حجم و عظمتی که این امامت دارد باید دلایل اثباتش به همان اندازه قوی باشند، یک ثقلی واقعا داشته باشند که حجت رو اتمام بکنند برای عموم مردم، اعم از مخالفین یا اصلا معاندین. باید این حجت کامل بشود. اما وقتی که ما به واقع برمیگردیم، قرآن رو بررسی میکنیم، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بررسی میکنیم، روایات خود ائمه رو بررسی میکنیم، زندگی نامه و سیره رسول الله و اهل بیت و صحابه رو بررسی میکنیم، تاریخ رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که هیچ گونه دلیلی که بتواند این مقام والا را و این مقام رؤیایی و خیالی رو اثبات بکند چنین دلایلی وجود ندارد. خب اینجا تعجب هم نیست. خب اینا طبق اعتقادات خودشون که مقامی که برای ائمه قائل هستن میگن که لا یقربه ملک مقرب ولا نبی مرسل، یعنی نه ملک مقربی به این مقام میتونه برسه و نبی مرسل. ما کلیپی هم که هفته گذشته بارها پخش تو شبکه، یکی از آخوندها قائل بر این بود که میگه حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی میرفت وحی رو براش می آورد، از جبرئیل پرسید که این که به تو وحی میده کیه؟ اولا پشت پرده دستی میاد و به من آیاتی از قرآن رو میده، من میارم. گفت این دفعه من به تو اجازه میدم این پرده رو بکشی کنار تا ببینی که میگه پرده رو کشیدن کنار، دیدن که حضرت علی اون بالا نشسته و داره وحی میفرسته. یعنی همه این موارد نشون میده که اینا حتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم هم ارزشی قائل نیستن. در حقیقت یک تظاهری است که حالا محمد مصطفی بر امامان برتری داره، اما امامان از همه انبیا و رسل برتر است.
مشکل اینجا هست، این مطلب رو من داشتم عرض می کردم که با توجه به ثقل عظیمی رو که برای امامت و ویژگی هایی رو که برای ائمه قائل هستند، این ویژگی ها رو نه رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته و نه فرشتگان داشتن و اساسا این ویژگی ها و این جایگاه با تسلسل خلقت انسان ها و فرشتگان و نبوات و فرستادن و به ترتیب این پیامبران اصلا کاملا متضاد هست و هیچ گونه دلیلی رو برای اثبات این ندارند. حضرت علی رضی الله تعالی عنه نمیدونم که یونس رو نجات داشته باشه، نمیدونم نوح رو نجات داده باشد و فرشتگان رو آموزش داده باشد، از این قبیل خرافاتی که هر انسان آدم هم میگن به خاطر 12 امام بخشیده شد. تمام گناهانی که در واقع انبیا کرده بودند، یونس هم به خاطر این که قبول نکرده بود این امامت رو در واقع رفت در شکم ماهی، یا حتی در جمادات و درختان و نمیدونم حشرات و همه اونهایی که امامت علی رو قبول نکردند مسخ شدند و به چیزهای دیگر خداوند متعال شدن و ترش شدن. بله. این تمام یعنی بحث رو این است که چونین جایگاهی رو با این ویژگی ها نه در قرآن از آن اثری هست و نه در روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم و نه در زندگی نامه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. جالب اینجا هست که اینا اومدند یک قداستی رو در واقع پدید آوردند، یک شی عظیمی رو خلق کردند به عنوان امامت که برترین هدف انبیا هست، هدف بعثت هست، هدف خلقت هست به صورت کلی، نه تنها بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم بلکه تمام انبیا هدفشون این بوده که به این در واقع اقرار بکنن. الان گذشته از این که این هدف الله متعال برآورده نشد، هدف بعثت برآورده نشد و اون امامتی رو که قرار بود 12 امام بیایند و این گونه که الله متعال میخواست اون در واقع نشد، اون گونه که شیعه ادعا میکنن. این شیء مقدس رو آوردن چون که دلیلی از قرآن نداشته، دلیلی از سنت نداشته، دلیلی از گفتار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشته و در واقعیت هم مسلمانان در طول زندگانی و در دوران این ائمه چون این عظمتی رو تجربه نکردند، اومدند این شیء مقدس را با خرافات و با بدعات میخواستند که در واقع پاسداری بکنند و پشتیبانی بکنند. ما اینو کاملا امروزه هم میبینیم، هر جایی که گنبد و بارگاهی وجود دارد، امام و امامزاده ها به جای خودشون، کسانی که نه امامند و نه امامزاده اند و نه از نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، صوفیانی که وجود داشتند در طول تاریخ، صوفیان گمراهی که در واقع هستند و وجود داشتند که در واقع اون بزرگانشون، پیرهایشون از نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم نبودند. بر قبر اونها وقتی که ما میریم، این قبرهایی که هزاران قبر در پاکستان و در هندوستان و اماکنی که در واقع به قول آقایون متبرک هست و مقدس هست و امام و امامزاده قبرهای اولیاء الله هست، تمام اینها وقتی میخواند که مقام این ولی را، مقام اون مرده را، مقام اون قبر رو در واقع بالا ببرند، اومدند کرامات و معجزه های عجیب و غریبی براش بیان کردند که همهشون در حد افسانه هست. با این افسانه ها و با این خرافات میخواهند که امامت را و این تقدس امامت را در واقع حفظ بکنند و نگه دارند. شما فرمودید که چرا ما در واقع در بررسی بحث امامت منتقل شدیم به بحث معجزه هایی که در این زمینه شیعه ادعا کردن؟ چون که عرض کردم که امامت دلیلی از قرآن و حدیث ندارد. بنابراین شیعیان مجبور شدند که برای قانع کردن مردم، برای اینکه این امامت رو به خورد مردم بدن، معجزه های بسیار زیادی رو بیارند و در واقع بتراشند به خورد مردم بدن تا اینکه مردم ساده‌لو باور بکنند این مقام امامت و مقام تمام این ائمه رو. مگر معجزات خاصه ویژه پیامبران نیست؟ ما اینو تنزلا من عرض میکنم، معجزه خاص پیامبران هست. تعریفی که اهل سنت و الجماعت از معجزه دارن یعنی کار خارق العاده ای که از توسط یک پیامبر انجام می شود و این دلیل بر نبوت اون پیامبر هست. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل سنت و الجماعت معتقد نیستند کسی معجزه دارند. اینجا تعبیر کرامت را به کار میبرند. کرامت عام هست برای همه انسان ها، چه از اهل بیت رسول الله باشند یا از اهل بیت نباشند. تمامی اولیاء الله، کسانی رو که نزد الله متعال در واقع یک مقام قربی رو دارند، احتمال دارد که از دست اونها یک نوع کرامت هایی در واقع سر بزند و این کرامت با معجزه کاملا متفاوت هست.
معجزه از جانب الله متعال هست و برای اثبات نبوت یک پیامبر هست و در واقع هر وقتی که پیامبر بخواهد میتواند اون معجزه رو اظهار بکند با درخواست مردم. اما کرامت این گونه نیست، گاه و گداری ناخواسته از در واقع یک انسان نیکوکاری شاید سر بزند که این دلیل بر در واقع کرامت و مقامی هست که این انسان دارد. یعنی انسان ولی یا مؤمنه که دارای حالا ویژگی‌های کرامت رو داشته باشه، هر موقعی که خواسته باشه نمیتونه که از اون کرامتش استفاده کنه. این گونه نیست که هر موقعی که خواسته باشد از اون استفاده بکند. گاه و گداری احیانا چه بسا بدون اراده خودش یک کرامتی برای اون در واقع ثابت می شود و این کرامت نشان در واقع مرجعیت این فرد نیست، نشان اهل بیت بودنش نیست، نشان در واقع حجت بودنش نیست، بلکه هر انسانی میتواند چنین ادعایی رو داشته باشد. اون گونه که در این زمینه کتاب‌های صوفیه رو وقتی که ما برمیگردیم به کتاب‌هایی که در مورد زندگی نامه این صوفیان نوشته شده، از این قبیل خرافاتی که امروزه شیعه برای امامانشون ذکر کردن، صوفیه هم برای پیرهای خودشون و برای مقتداهای خودشون بسیار زیاد این مطالب رو در واقع چیکار کردن؟ نقل کردن. البته منظور از اون صوفیای گمراه غالی است که به انحراف کشیدن. بله قطعاً. یعنی تصوف وقتی که به عنوان تزکیه باشد، به عنوان احسان باشد، به عنوان اینکه انسان مراقب اعمال خودش باشد که دچار گناه نشود و تا حد بیشتری بتواند عبادتی رو انجام بدهد، عبادتش دقیقاً مثل عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، این که در واقع یک وجهه شرعی دارد و یک مطلب شرعی هست، یعنی یک خواسته و نیاز شرعی هست. اما اون ذکر و اراده های در واقع بی اساسی و اون حرکات در واقع که در حد رقص و شنیدن سماع و آواز و موسیقی و معتقد بودن به قبر و بقیه موارد هست یا رقص و حرکت هست، استمداد از غیر الله هست، کسب فیض از مردگان هست و نماز خوندن به طرف قبرها هست، طواف کردن قبرها هست و بقیه مواردی که هست. اینها در هیچ جای اسلام اینا در واقع تایید نشده و جایگاهی در دین به صورت کلی ندارن. بحثی که من در لابلای این بررسی ابواب امامت و ابواب در واقع مولد این ائمه، نکته‌ای که قابل در واقع اهمیت هست و حائز اهمیت هست که من متوجه آن شدم، این است که بیشترین روایاتی که در این زمینه وارد شده، به جای این که یک موردی باشد که مستند به رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد یا استناد از یک آیه قرآن باشد، یک سری از همین در واقع خرافات هست، بدعات هست، یا به تعبیر آقایون معجزاتی هست که برای ائمه این رو چیکار کردند؟ آوردند و بیان کردند. به طور مثال در باب مولد رضا و مولد جواد و هادی و عسکری که بقیه موارد رو من قبلا بررسی کردم، اما فقط میخوام از این ابواب روایاتی رو که دال بر یک معجزه یا حداقلش دار بر علم غیب ائمه بودند که خود این در واقع یکی از معجزات ائمه در واقع شمرده میشن. در مجموع این 4 روایت تقریبا 60 تا روایت هست. این 4 تا باب، در این 4 تا باب 60 تا روایت وجود داره. الان شما که در این برنامه با بنده همراه بودید، به نظر شما از این 60 روایت چند تایش معجزه باشند کفایت میکنه؟ والا اونطوری که از کتب اینا پیداست، یعنی اکثرا روایت ها اینا به جای اینکه دلالت بر اون اصل هدف اینا که امامت باشه، دلالت بر امور غیبی و نمیدونم همین خرافات و خزعبلاتی که بهش اعتقاد دارن. بعد جریان بررسی باب تولد امام زمان رو فکر کنم در یکی از برنامه شما فرمودید که گشته بودن همه این باب رو بررسی کرده بودن، 4 تا روایت صحیح در آورده بودن که اینم دلالت بر معجزه امام میکرد، نه ولادت امام. بله، متاسفانه این گونه هست. در این زمینه کتاب‌ها نوشتند مانند کتاب مدینه المعاجز بهرانی که در این کتاب هر چی رو بخواهید، یعنی هر امر در واقع غیر متصوری رو، غیر قابل تصور و ناممکنی رو که تصور بکنید، ببینید که اینو به یکی از ائمه خودشون نسبت دادن. اسمش هم پیداست. بله، خب مدینه المعاجز یعنی معجزه ها، یعنی شهر معجزه ها که در واقع هست. و در این ابوابی که انشالله یعنی نمونه هایی رو من خدمت بینندگان عرض خواهم کرد، از مجموع 60 تا روایت 50 روایتش معجزه‌اند. یا الله. از 60 تا روایت که در این ابواب یعنی در این 4 باب اومده، 50 تاشون معجزه و تعداد اندکی در واقع علم غیب هستند. این اکثرشون معجزه هست و علم غیب در واقع چیزهای اندک و کمتری هست در این مورد که در این ابواب اومده.
من در هفته گذشته مواردی رو عرض کردم که در کنار این که شیعه خواسته بودند که در واقع کرامتی رو برای ائمه ثابت بکنند، در لابلای این اومدند و اهاناتی رو به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام دادند. در همین ابواب اشاره و نص یا ابواب مولد ائمه، من جمله متهم کردن مادر امام موسی کاظم، و در جلسه گذشته در مورد مادر امام رضا هم مطلبی رو اشاره کردم در این زمینه، و اهانت هایی که به همسر امام رضا و مادر در واقع امام جواد انجام شده بود که ایشون در واقع متهم به زنا و بی‌عفتی کرده بودند که همه اهل بیت ایشون، عموهایش و نمیدونم عمه هایش و برادرهای امام رضا و که نپذیرفتند که امام جواد فرزند امام رضا باشه، به خاطر این که رنگش در واقع مقدار تیره بوده، که این یک توهین صریحی بود نسبت به حضرت امام رضا و همچنین به فرزندشون امام جواد، که من اینو اشاره کردم در هفته گذشته، جلد 1 اصول کافی صفحه 322 و روایت 14 و آخرین روایت این باب در مورد حضرت امام جواد رحمت الله علیه. و همچنین در این زمینه من عرض کردم که یکی موردی رو که برای من جای تعجب بود در مورد این اهانت هایی رو که انجام دادن، میشه اینا رو طبقه بندی کرد. اهانت هایی که به ائمه بودن میشه که اینا رو طبقه بندی کرد. من موردی رو هم ان شاء الله اشاره میکنم. یکی از این طبقه ها رو میشود مثلا مختص به این کرد، مثلا ائمه در حمام، یعنی خرافاتی رو و اهانت هایی رو که به ائمه کردند و این امامان معصوم به قول خودشون، و جریان و داستان حمام رفتن این بزرگواران، و در مورد امام زین العابدین اومده، در مورد امام پدرش امام باقر اومده، که جریانی که نمیخوام دوباره تکرارش بکنم، اون موارد رو که در واقع شاید برای بینندگان عزیز چندان خوشایند نباشه. منتها که در مورد چندین ائمه عرض کردم این موارد اومده، یعنی و این نشان از این هست که اون کسی که این در واقع روایات رو جعل کرده واقعا یک سری افراد بودند که در واقع فکرشون یکی بوده، منهجشون یکی بوده، و اون چیزی که در ذهنشون می اومده یک مورد بوده. یک موردی رو اومدن در مورد امام رفتن نمیدونم زین العابدین و امام باقر و بعد از اون جعفر و بعد از اون نمیدونم موسی کاظم و بقیه، به همین صورت اینها رو تعبیر کردن. همون چیزی رو در ذهنش بوده، فقط اسم امام عوض می‌کردند و می‌آوردن برای هر امام اینو در واقع می‌چسبوندن. و دوستان اگر می‌خواند که مصادیق این موارد رو پیدا بکنن، در کتاب کافی برن در مورد بابی که در مورد آداب حمام هست، برن در اونجا این موارد رو میتونند که به گستردگی ببینن. برخی از این موارد رو در جلسات گذشته به صورت جداگانه من خدمت بینندگان عرض کردم. امروز هم در مورد امام رضا، چون که یکی از ائمه هست که امروز مورد بحث ما هست، یکی موردی رو در مورد ایشان هم عرض میکنم، به خاطر اینکه مصداقی باشد تا اینکه این موارد رو در مورد تمام ائمه ذکر کردن. امام رضا، امام جعفر و باقر رو من قبلا عرض کرده بودم. در مورد امام رضا هم یک روایتی شبیه به روایات دیگر هم اومده، و این روایتی که در مورد امام رضا هست در کتاب رجال کشی هست. دقیقاً متنش با همون روایت دیگر کاملا یکی است. در کتاب رجال کشی دوستان این دوربین رو فعال بکنن. رجال کشی که یکی از قدیمی ترین و معتبرترین کتاب‌های رجال آقایان هست. در این کتاب در صفحه 432 در صفحه 432 در اینجا یک راوی 513 و 514 هم هست که در اینجا مورد بررسی قرار داده. صفحه 432 و صفحه و شماره 513 514 واصل و ابوالفضل الخراسانی، واصل خراسانی هست. در اینجا من معذرت میخوام، البته شاید برخی از بینندگان ما الان سر سفره نشسته باشن و گفتن این مطالب برایشون چندان زیبا نباشه، منتها به عنوان نمونه من میخوام اینو عرض بکنم. محمد ابن مسعود میگه قال حدثني ابو علی المحمودی قال حدثني واصل، که واصل که من واصل خراسانی هست و یکی از راویان و یکی از در واقع اصحاب امام رضا هست. میگه قال طلعت ابو الحسن علیه السلام بالنورته، من امام ابو الحسن را با پودر حمام مالیدم، یعنی بدن ایشون رو پودر حمام زدم. الان تمام روایاتی که در مورد ائمه اومدن در مورد همین پودر حمام ائمه هست و کیفیت در واقع استفاده کردن اینها و اعمالی که قبل از این انجام بدن بعد از این انجام بدن که چندان مناسب مناسب مردم نیست. میخوره که اینقدر اهمیت دادن به این.
در واقع جالب اینجاست، شما میگه که چه درد مردم میخوره. این روایت رو یکی از دلایل وساخت واصل خراسانی قرار دادن. این دلیل بر عظمتش هست، دلیل بر جایگاه بلندی هست که ایشون داشته، دلیل بر ایمان محکمی هست که این آقایون داشته. از این برنامه ها میخواد از این طریق استفاده بکنم و اون گونه که آقای هلی این مورد رو به اون اشاره کرده که این دلیل بر علو اعتقاد آقای واصل خراسانی هست. خود همین که ائمه در واقع جالب است، من در موردی هست که در کتاب کافی که این روایات رو جعل کردن، یعنی از همین روایت رو هر انسان عاقلی بخواند میداند که این روایات جعلی است. نمیدونم زراره با یکی دچار اختلاف میشه که آیا موی زیر بغل را بتراشند بهتر هست یا بکنند بهتر هست. با هم دیگه اختلاف داشتن. آقای زراره نظرش این بود که نه، این رو بکشند یا با موکش، یعنی کلا بکنند این مو رو. اون یکی دیگه که اسمش دقیقاً کتاب هست در خدمت من، نمیخوام اونو نمایش بدم. خلاص این اشاره میکردم اختلاف چه کار بکنیم، گفتیم بریم پیش امام. که میگه اتفاقا ما رفتیم خونه امام در مدینه، که ما رفتیم اتفاقا امام در حمام بود، ما رو بردن در حمام. یعنی این هر انسانی میدونه که این واقعا دروغه. وقتی که صاحب خونه در حمام بوده هست، یا مهمان خانه بوده اینجا دیگه نمیدونم والله. و هر مهمانی که بیاد خب اینو میبرن در اتاق پذیرایی، نه اینکه یک مرتبه در رو باز بکنن امام در حمام است، شما بفرمایید برید در حمام. در واقع من نمیدونم اگر این نشون بدم این مورد رو نشون بدید، شما جای ظاهرا تعجب کردید و برای اینکه بینندگان بفهمند که این مورد راستی است. این کتاب فروع کافی هست دوستان، اگر نمایش بدن این کتاب را، فروع کافی جلد 3 و تا جلد 5 این کتاب هست، فروع کافی که برای اینو ما نشان دادیم. و این روایت در اینجا هست، در باب 524 این کتاب هست، 524 این بابی که در اینجا و در این آخر این منعکس شده، باب ما یجب لعقد الاحرامی، کارهایی که انسان باید برای احرام بستن اینو انجام بده. و در آخرین روایت این باب هست، میگوید که بعضی از اصحاب ما این مورد را روایت کردن. بعض اصحابنا عن ابن جمهور این روایت کردن، از محمد ابن قاسم، از عبدالله ابن ابی یعفور قال كنا بالمدینه. یعنی اینجا وقت حج نیست که بگیم در حج بودیم اونجا، این میگه ما در مدینه بودیم. كنا بالمدینه فلاحانی زراره فی نتف الابت. این آقای عبدالله ابن ابی یعفور میاد من در مدینه بودم، آقای زراره اومد با من اختلاف کرد در مورد نتف ابت، یعنی کندن موی زیر بغل، و حلقه، و در مورد تراشیدنش کدوم یکی بهتر هست و اولاتر هست، ثواب بیشتری دارد. میگه که وقال زراره نتفه افضل. زراره نظرش این بود که این موی باید بکنن. به هر صورت همون جریانی که توضیح دادم که این با هم دیگر اختلاف کردن. میگه که فاستأذن علی ابی عبدالله، رفتیم پیش امام ابو عبدالله جعفر صادق، رفتیم اجازه گرفتیم. فاذن لنا و هو فی الحمام یتلی. ایشون به ما اجازه دادن، ما وارث خونه شدیم که رفتیم در حمام مستقیما، دیدیم که ایشون مشغول این است که موی زائد بدن خودشون رو در واقع اصلاح میکنند و میتراشند، و در اونجا یتلی یعنی پودر حمام استفاده میکردن. و قد اطلا ابته، دیدیم زیر بغلشون که پودر حمام زده. الان به امام به زراره میگه که خب ما اینو که در مورد زراره هست، میگه زراره گفتیم الان دیدی خودت با چشم خودت دیدی که امام خودش داره این کار میگه نه شاید این مخصوصیت امام باشه و برای ما حکم دیگری باشه. میگه از امام سوال کردیم، امام هم حرف ما رو تایید کرد. این عبدالله ابن ابو یعفر میگه امام حرف ما رو هم تعیین کرد. الان این روایت رو که در کتاب کافی هست، هر انسان عاقلی بخواند میدونه که همین راوی اینو جعل کرده، به خاطر اینکه حرف خودش رو غالب بکنه بر حرف زراره اومده این و چنین روایتی رو جعل کرده که به آبروی امام هم تمام بشه. اینکه به آبروی امام در واقع تمام بشه. از این قبیل روایت الان این آقای واصل خراسانی یک همچنین جریانی رو بیان میکنه. میگه که من طلعت ابوالحسن علیه السلام بالنورته، من بدن امام رضا رو با پودر حمام مالیدم. الان و جالب اینجاست که در این روایت وقتی که اومده، یعنی نشان از این است که ائمه تمام بدنشون از فرق سر تا قدم همه را پودر حمام میزدن. و جالب این است که بعد از این که پودر حمام میزدن، بنابر روایت من قبلا نشون دادم، بعد کل بدن رو هم حنا میزدن.
کل بدن رو هم عنوان میدن. در کتاب کافی این مطلب اومده بود که امام رو دیدم که امام باقر رو که از حمام بیرون آمد و بدنش کلا از فرق سر تا ناخن پایش مثل گل در واقع سرخ بود. بله. حالا این آقای واصل به خاطر اینکه امام رو پودر میزده دلیل شده برای وثاقتشون؟ بله، این دقیقاً آقای هیلی این مورد رو میگن دلیل بر علو اعتقادش است. خب من تا این جریان رو تعریف میگه طلعت اول حسن علیه السلام به نورت بدن امام رو من پودر حمام زدن فسددت مخرج الماء و لوله آب رو من بستم. لوله آبی رو که در حمام بود اینو بستم من الحمام الی البیت. این آبی رو که میرفت از حمام به چاه حمام در واقع میریخت من این راه خروجی آب رو بستم، لوله حمام رو میگه بستم. ثم جمعت ذلك الماء والنورة وذلك الشعر فشربته كلا. به به به. من عرض کردم من معذرت میخوام از بینندگانی که سر سفره نشسته بودن. میگه که من معجون امام میگه که من آب حمام رو بستم و این پودر حمام امام رو که بعد از اینکه غسل کرده بودند و بعد از اینکه این آب حمامش را با موهای زائد بدن امام که اینها رو در واقع باز بر اثر پودر از بین رفته بودند و اینها رو تراشیده بود، من کل اینها رو کلش میگه خوردم. خب اینم دلیل بر وثاقت این آقای واصل خراسانی. حالا تنها این به خاطر که این کارا رو میکرده این واثق است یک از راویان معتبر شیعه این دلیل بر وثاقت این آقا هست و دلیل بر علو در واقع اعتقادی رو که به امام داشته. این دلیل بر حجیت و دلیل بر اعتقاد و دلیل بر وثاقت این آقا هست. من فقط منظورم این بود که روایتی رو در مورد حمام رفتن ائمه جعل کردند و چه بسا اینها از این کانال میخواند که اعتقاد خودشون این انسان ولایی بودن خودشان را یا نمیدونم که امروزه بخوایم تعریف بکنیم ساندیس خور بودن، این ساندیس خور که نه دیگه چی خور بود اسمش دیگه میشه گفتیم معجون حمام امام. اینو در واقع دلیل بر وثاقت میدونم. این روایت واقعا روایاتی هست که کرامت ائمه رو زیر سوال بردند. کرامت ائمه را زیر سوال بردن و به هیچ عنوان ما معتقد هستیم که این روایات کاملا و 100% جعلی هست. در مورد تمام این روایات یعنی از دو حالت خالی نیست. اگر اینها واقعا حقیقت داشته باشند کرامت امام زیر سوال می رود، اصلا عصمت امام، امامت امام زیر سوال می رود و چه بسا در مواردی ناموس امام زیر سوال می رود، یا این در واقع اهانت ها رو قبول بکنند یا این که بگند که اون گونه که اهل سنت و الجماعت میگن که این روایات جعلی هست و این چنین راویانی که اینها رو جعل کردن بیاین چیه و روایاتشون رو از کتاب خودشون خارج بکنن و قطعا این گزینه برتر هست. این گزینه برتر است. یعنی اینها همه دروغ هست، افسانه هست که اینها ساختن برای خوش کردن خودشون، برای اینکه مخرب بودن خودشون رو به ائمه در واقع بیان بکنند و ناخواسته یا چه بسا عمدن خواستند که ائمه رو در واقع زیر سوال ببرند. این مواردی بود که در مورد تمام ائمه این موارد رو من در واقع گوشه از این موارد رو به عنوان شاهد من خدمت بینندگان عرض کردم. اما در مورد کرامات یا به تعبیری که شیعه خودشون میاد و میپسندن معجزه های ائمه، واقعا معجزه های ائمه واقعا معجزه های ناکارآمدی بودند. یعنی اون هدفی رو که از یک معجزه باید برآورده بشود، اون هدف به هیچ عنوان از این کرامت ها و از این معجزه ها و کارهای خارق العاده و چه بسا شعبده بازی های ائمه که من عرض میکنم این رو و نمونهش رو از کتاب‌های شیعه، اینها به هیچ عنوان یعنی معجزه نبوده، شعبده بازی همون کاری رو که امروز شعبده بازا میکنن دقیقاً همون کار رو انجام دادند. همون کاری رو که امروزه شعبده بازا میکنن، مثلا یک کلاهی رو میگیرند و یک پارچه روش میاندازند، از زیرش نمیدونن پرنده در میاد و چیزهای دیگه، همین کار رو ائمه انجام میدادند. منتها تعبیری که در اونجا کرامت هست و نمیدونم معجزه هست و برای اینا که البته ائمه حقیقی اهل بیت این کار رو نمیکردن. این تهمت‌هایی است که به اونها زده شده. من عرض کردم که از دیدگاه ما تمام این روایات جعلی است. قبل از این که وارد کرامات و این معجزات ائمه بشم، نقطه را عرض میکنم که الله متعال در مورد علم غیب در قرآن کریم و همچنین در مورد معجزه که من عرض کردم در واقع تعریفش رو از دیدگاه اهل سنت و الجماعت حتی از دیدگاه خودشیه، یعنی یک کار خارق العاده ای هست که منجر به اثبات امامت یا نبوت در واقع فرد می شود که در مورد ائمه که معتقد به معجزه هستند، یعنی اینو برای اثبات امامت خودشون در واقع انجام میدادند. الله متعال در این زمینه میفرماد قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، که
الله متعال دستور میدهد به رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام بکن که من برای خودم مالک نفع و ضرری در واقع نیستم الا ماشاء الله. و در ادامه میفرماد ولو کنت اعلم الغیب استکثرت من الخیر و ما مسنی السوء. اگر من غیب میدانستم در واقع خیری بیشتری رو جمع آوری میکردن و سوئی در واقع به من نمیرسید و متضرر نمیشدم. در این آیه الله متعال فایده علم غیب را در واقع بیان میکند. به رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع اینو میفرماد که یعنی اگر واقعا امامی علم غیب می داشت یا پیامبری علم غیب می داشت، از این علم غیب خودش باید استفاده میکرد. نتیجه و ثمره علم غیب چی هست؟ استکثار از خیر هست، یعنی کار خیری بیشتری، اموال بیشتری رو در واقع جمع بکنن. و ما مسنی سوء، و این که سوئی و بدی، مضرتی، در واقع زیانی، قتلی، کشتاری، در واقع موارد دیگر در واقع سراغ ائمه و انبیا نباید می اومد. پس بنابراین نتیجه علم غیب دانستن و ثمره علم غیب دانستن این است که انسان در واقع استکثار از خیر بشود و همچنین عدم به اصطلاح متضرر نشدن در امور دینی یا دنیوی باشد، که این مورد رو در مورد ائمه ما می‌بینید حاصل نشده. نتیجه و ثمره معجزه، اونم اولا باید این معجزه در ملأ عام بشود. معجزه عرض کردم مثل کسایی که سیرک برگزار میکنن، همه مردم رو دعوت میکنن، حداقل چند صد نفری یا چند هزار نفری باید ببینند این مورد رو. این گونه نمیشود که امام فقط برای یک نفر معجزه رو صادر. این اصلا با اصل فلسفه معجزه در واقع اونم راوی دروغینی که به امام دروغ میبنده. علتش هم همین هست. وقتی که ادعا بکنند که بله به طور مثال امام جعفر صادق در فلان سال نمیدونه فلان مرده رو مثلا زنده کرد، خب این باید وقتی که اگر عمومی میشد همه میشنیدند و نقل میکردند، و وقتی که واقعیت نداشته همه میفهمیدند که فلان راوی در واقع دروغ میگه، هر کسی این حرف رو زده دروغ بوده. پس بنابراین معجزه اساسا باید در ملأ عام اتفاق بیفتد تا اینکه در واقع همه مردم ببینند، و هدف از معجزه اتمام حجت هست. اتمام حجت برای دیگران، برای تمام گروه های منحرف شیعه و گروه هایی که منحرف از امامت بودند کافی بود که امام یک معجزه رو در ملأ عام در مجلس نمیدونم معاویه و یزید و بقیه خلفای بنی امیه و بنی عباس در واقع انجام میدادند، تا اینکه تمام پیروان معاویه و بقیه خلفای جور در واقع به تعبیر آقایون میفهمیدند که نه، امام واقعی و حقیقی اون یکی دیگر هست، نه اون کسی که الان بر مسند قدرت نشسته. پس بنابراین معجزه باید در ملأ عام بشود، زیرا که این معجزه باید منجر به اتمام حجت بشود، منجر به اتمام حجت بشود. و اگر کسی هم در واقع حجت براش اتمام شده، مسلمان هست، شیعه هست، امامت ائمه رو در واقع قبول کرده، این سبب استحکام عقیدهش بشود. این حداقلش این است که یک شیعه و یک در واقع یک از اصحاب امام وقتی که این معجزه امام را می‌بیند باید این منجر بشود به چی؟ به اتمام حجت، یا حداقلش منجر بشود به استحکام عقیده، که چون این فردی که معجزه را دیده به هیچ عنوان در واقع از عقیده خودش دیگه بر نگردد. اما نه ثمره علم غیب حاصل شده، یه نتیجه علم غیب داشتن برای ائمه هم ثابت نشده و نتیجه معجزه هم برای ائمه ثابت نشده. با این که در این 4 باب که عرض کردم که 50 روایتش از 60 روایت همش معجزه هست، با این همه معجزه ها به تعبیر علامه برخی رحمت الله علیه که از در و دیوار اصول کافی و به صورت کلی کل کتاب کافی معجزه میبارد، اما ما میبینیم که این معجزه ها واقعا معجزه های ناکارآمدی بودند و به هیچ عنوان برای ائمه سودی رو در بر نداشتند و حتی برای خود شیعیان هم اونگونه که انشاءالله در ادامه این مطلب رو عرض خواهم کرد باعث اتمام حجت یا باعث استحکام در عقیده، باعث بر اعتقاد مضاعف و قوی‌تر و رسیدن به علم الیقین و حق الیقین بشه، این گونه در واقع نبوده. و این دلیل بر این است که تمام این معجزات ساختگی و دروغینی هست که همین افراد اینا رو چیکار کردن؟ برآمد کردن. اون کسانی که این معجزات در واقع دروغین رو نقل کردند و چه بسا که اینها اهانت هست به خود ائمه، همین افراد اومدن و مدعی شدن که آقا این ائمه در واقع امام معصوم و منصوص از جانب الله متعال هستند.
در این زمینه واقعا یعنی به این نتیجه ما میرسیم که این راویان دروغگو هر چیزی رو که به ذهنشون آمده در ابتداش گفتن قال الرضا و نمیدونم سمعت عن باقر و بقیه ائمه، یک پس پیشوندی رو براش اضافه کردن، منسوب کردن به ائمه و اینو در واقع به خورد مردم دادن که متاسفانه این افسانه ها و این خرافات به مرور زمان اینها جز ضروریات مذهب شده، جز ضروریات و اساسیات مذهب و جز صفات و ویژگی های در واقع اصیل و در واقع لازم برای یک امام اینها رو معرفی کردن، به گونه‌ای که رد این در واقع خرافات دلیل بر ناسبی بودن و دلیل بر عداوت با ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم تلقی می شود. بله، جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز گرامی، وقتی که بخوان در مورد معجزات صحبت بکنن، مثل روایاتی که در بهار الانوار دارن که امام علی فقط به خاطر اینکه عمر یکی از شیعیان رو به بدی یاد کرده بود یا بعضی از شیعیان ایشون رو به بدی یاد کرده بود، حضرت علی میاد و سر راه عمر رو میگیره و این کمانی که در دستاش اینو میندازه در کوچه و خلاصه این کمان تبدیل میشه به یه اژدهایی که عمر رو بترسونه که دیگه به شیعیانش توهین نکنه. اما میبینیم که همین علی که این همه غیرت داشت به خاطر 4 تا شیعش، در خانهش رو وقتی که به قول اینها بنابر دروغی که در کتاباشون آوردن، وقتی که در خونش رو آتش زدن، وقتی به همسرش حمله کردن، چرا این کمانش رو دم در پرت نکرد تا همه این حمله کننده ها رو قورت بده و خلاصه امت رو از شر اینها راحت بکنه. جناب استاد، باز اصول کافی باز شد. من این کتاب اصول کافی رو که باز میکنید دیگه نشان دهنده اینه که توهین جدیدی به نمونه های از این معجزات رو میخوام خدمت بینندگان عزیز من مطرح بکنم. عرض کردم که از مجموع این روایاتی که در این کتاب اومده، در ابواب مولد رضا و جواد و هادی و عسکری اومده 60 روایتن و 50 روایتشون معجزه و کرامت هست. عجب. به طور مثال در مورد امام رضا در بابش 11 روایت اومده، از 11 روایت 9 تایش معجزات ایشون هستن. در مورد امام جواد بابش 12 تا روایت داره، از 12 تا 9 تا معجزه هستن. در مورد امام هادی 9 تا روایت هست، از 9 روایت 8 تا روایتش در واقع معجزات ایشون هستن. در مورد امام عسکری 27 روایت اومده، از 27 روایت 21 روایتش معجزه و کرامات معجزه هست. کرامت در واقع مال بقیه انسان هست که از دیدگاه شیعه این تفاوت را قائل هستم. و من میخواستم طبقه بندی بکنم این معجزات ائمه رو، فقط این مواردی که در این اومده، نرفتم سراغ کتاب مدینه المعاجز یا کتاب‌های دیگر، فقط موردی که در همین کتاب اصول کافی اومده. از این کتاب معجزاتی مجموعاً که این ائمه داشتن معلوم می شود که این دروغ پردازان علاقه خاصی به طلا داشتند. یعنی معجزات متعددی رو در مورد ائمه در واقع نقل کردند که یک چیزی رو تبدیل به طلا می‌کردند، از زیر زمین در می‌آوردند، از زیر مصلا و جانماز خودشون در واقع سجاده در می‌آوردند، یا از آب رو تبدیل به طلا می‌کردند. از این سری در واقع مواردی هست و در این مورد روایات خیلی زیاد و متعددی هست که من چند مورد رو خدمت بینندگان عزیز ان شاء الله اینجا نمایش میدم. اولین مورد جلد 1 صفحه 474 از کتاب اصول کافی هست که این باب مولد ابی عبدالله جعفر ابن محمد هست که من عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. در این باب روایت 4 هست. دوستان اگر این دوربین رو فعال بکنن، این روایت 4 در این باب هست و صفحه 474 جلد 1 کتاب حجه و اصول کافی هست. راویش محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از عمر ابن عبدالعزیز از خیبری از یونس ابن زبیان و مفضل ابن عمر الی آخر تا سندی که داره میرسه به امام ابی عبدالله. میگه کنا عند ابی عبدالله، ما نزد امام ابو عبدالله بودیم. فقال عندنا خزائن الارض، خزائن ارض و مفاتیحش، کلیدهای زمین همه پیش ما هست. ولو شئت ان اقول باحدى رجلی اخرجی ما فیک من الذهب لاخرجت. اگر من با پای خودم اشاره بکنم به زمین که یلا هر چی تو شکمش هست طلا و نقره بریز بیرون، زمین این کار رو خواهد کرد. قال ثم قال باحدى رجلیه، بعد پای خودش رو تکان داد و یک خطی روی زمین این پای خودش رو کشید. فخط فی الارض خطا فانفرجت الارض، دیدین زمین شکاف برداشت.
زمین شکاف برداشت. ثم قال بیده، اشاره کرد با دست خودش به طرف این شکال، فاخرج سبیکة ذهب قدر شبر، یک تکه طلا، خشت طلایی رو به اندازه یک وجب از این زمین چکار کرد؟ برداشت بیرون کرد. و قال انظروا حسنا، خوب نگاه بکنید ببینید زیر پای من در این شکافی که ایجاد شده چی هست. فنظرنا فاذا سبائک کثیره بعضها علی بعض، دیدیم همش انبار طلا هست، خشته های طلا که روی هم در واقع انباشته شده هست، یتلألأ که از در واقع می درخشیدند اینها. فقال له بعضنا، یکی از ما گفت که جعلت فداک، اعطیتم ما اعطیتم و شیعتکم محتاجون. گفت امام این چه کاریه؟ شو این همه قدرت دارید که طلا زیر پایتون هست، بعد شیعه ها این اندازه فقیر و محتاج هستن. فقال ان الله سيجمع لنا ولشيعتنا الدنيا والآخره و يدخلهم جنات النعیم و يدخل عدونا الجحیم. گفت شما ناراحت نباشید، الله متعال همه ما و شیعیان ما رو به بهشت میبرد و تمام دشمنان ما رو الله متعال به جهنم میبرد. اگر در دنیا نمیتونید از این طلایی که زیر پای من از استفاده بکنید، در آخرت انشاءالله استفاده خواهید کرد. این الان یک روایت. روایت دیگر در صفحه 488 همین کتاب هست، 488 همین کتاب اصول کافی، و روایت در واقع ششم هست که در اینجا من اشاره کردم که در این روایت اومده که البته این در موارد دیگری هست. یکی می تعریف میکنه، من رفتم پیش امام، روایتش روایت چهارم هست، در اینجا میگه علی ابن محمد از ابن جمهور از ابراهیم ابن عبدالله ان احمد ابن عبدالله ان الغفاری قال کان لرجل من آل ابی رافع مولا. این جلد چندم جناب؟ همش جلد اول اصول کافی هست، جلد اول اصول کافی و کتاب در واقع همین کتاب الحجه هست. برای صفحه چندم؟ صفحه جلد 1 صفحه 488 هست. و این روایتی که من عرض میکنم در اینجا روایت ششم این باب هست، دوستان این نمایش بدن، و جلد اول صفحه 488 و روایت ششم این باب. روایتش اون روایتی که من قبلا عرض کردم، اونم موردی دارد که اونم عرض خواهم کرد. احمد ابن محمد از محمد ابن حسن این روایت کرده، از محمد ابن عیسی از محمد ابن حمزه ابن قاسم از ابراهیم ابن موسی قال. ابراهیم ابن موسی میگوید که الححت علی ابی الحسن الرضا، من اصرار کردم بر امام ابوالحسن الرضا علیه السلام فی شیء اطلبه، یک چیزی رو از ایشون طلب داشتم، یعنی انگار که امام مقروض بوده، من همش میرفتم پیش امام که قرض ما رو ادا بکن. فکان یعیدنی، یا اینکه اصلا قرضم نداشته باشه، میگه که من همیشه میرفتم اصرار میکردم به من یک چیزی بده، امام هم به من وعده میداد و تا اون زمان در واقع وعده امام عملی نشده بود. فخرج ذات یوم لیستقبل والی المدینه، امام یک روزی رفت که در واقع استقبال بکند والی مدینه را، و کنت معه، من همراه ایشان بودم. فجاء الى قرب قصر فلان، اومد نزدیک قصر فلانی که اشاره به احتمالاً همون حاکم و خلیفه زمان بوده. فنزل تحت شجرات، امام رفتن نشستن زیر یک درختی، تحت شجرات، چند تا بوته درخت بود، رفتن زیر این درخت ها در واقع نشستن. و نزلت معه، من کنار ایشان نشستم. و نزلت معه انا وليس معنا ثالث، و همراه ما نفر سومی نبود، این همش ما دو نفر بودیم، من بودم و ایشون. من همون مطلبی رو که عرض کردم، معجزه باید در ملأ عام باشد، اما این آقای تصریح کرده بین که غیر از من و امام کسی دیگر وجود نداشته، من و امام بوده، نفر سوم نبود. زیر اگر نفر سوم بود خب معلوم میشد که آقا دروغ میگه. میگه کسی دیگر نبود، من و امام بودن، انا وليس معنا ثالث. فقلت جعلت فداك هذا العيد قد اذلنا، انا چند روز دیگر هم عید میاد، ولا والله ما املك درهما، من حتی یک درهم ندارم که برم برای خودم غذایی رو بخرم. فما سواه، نه درهمی دارم نه غیر درهم، نه کمتر از یک درهم من ندارم. فحك بصوته الارض حكا شديدا، ایشون با صوت، یعنی اصلش به معنی تازیانه هست، یا با همون چیزی که دستشون بود، تازیانه با عصا یا هر چیزی نیزه‌ای که دستشون بود، که زمین رو در واقع خراش دادن، حکا شدیدن. ثم ضرب بیده، با دست خودش رو برد توی زمین. فتناول منه سبیکة ذهب، یک خشت طلایی رو از اینجا در آورد. ثم قال انتفع بها وقت ما رأیت، برو اینو بردار بر از صرف زندگی خودت کن و اینو با این جریان رو با کسی تعریف نکن. وقت ما رأیت، هر چی رو دیدی اونو با کسی دیگر تعریف نکن. خب اگر واقعا امام گفته تعریف نکن، به چه حق این راوی حالا اومده برای مردم در واقع تعریف میکنند؟ و اساسا عرض کردم که معجزه باید در ملأ عام باشد تا اینکه اثبات بکند حجیت این امام را.
در روایت قبلی این روایت ششم بود. در روایت چهارم این در واقع با یک فردی ادعا میکند من رفتم، میگوید من مقروض بودم، خیلی قرض داشتم، رفتم نزد امام. در واقع من این روایت رو از اول بخونم خدمت بینندگان عزیز که در این روایت علی ابن محمد از ابن جمهور میگوید که ان ابراهیم ابن عبدالله ان احمد ابن عبدالله الغفاری قال کان لرجل من آل ابی رافع مولى النبی صلی الله علیه وسلم یقال له، در نمیدونم اینجا در این کتابی که من دارم قالوا له تیس شاید اسمش تیس باشه، در اینجا خط خوردگی داره تیس علیه حق، این میگه که بر من یکی حقی هست، یعنی این که ایشون مقروض بوده و مدیون بوده، فتقاضانی از من طلب کرد و علیه بسیار اصرار کرد و اعانه الناس فلما رأیت ذلك صلیت الصبح فی مسجد الرسول. وقتی که این همه در واقع تحت فشار بود از جانب در واقع بدهکارا طلبکارایش، میگن رفتم مسجد رسول صلی الله علیه و سلم نماز خوندم، ثم توجهت نحو الرضا، رفتم به طرف خونه امام رضا و هو یومئذ بالعریض، در منطقه عریض بودن، فلما قربت من بابی اذا هو قد اطلع علی حمار، وقتی من رفتم نزدیک خونهش دیدم ایشون به سوار بر الاغ هست، میخواد که یک جای برود. اشاره من مختصر این داستان رو تعریف میکنم. میگه که گفتم امام من کاری دارم با شما، گفت صبر بکن تا من بر بگردم. امام رفت و خلاصه قبل از غروب در اونجا برگشت و وقتی که امام اومد گفت که انگار تو روزه بودی و افطار نکردی، یک چیزی رو آوردن براش که روزه رو تمام کرد. میگه فلما فرغنا، وقتی که تمام غذا خلاص شد به من گفت ارفع الوساطه و خود ما تحت، همین بالشتی کنار شما هست اینو بردار و برو دیگه، همین هر چیزی زیرش بود بردار. فرفعتها و اذا دنانیر، دیدم که وقتی که بالش رو بردارن زیرش دینار بود. فاخذتها و وضعتها فی کمی، اینو رو برداشتم و توی در واقع آستین خودم گذاشتم. نهایتا این کس که میرود خونه خودش وقتی که اونجا رفت در خونه خودش گفت الان بیام من اینها را بشمارم. فلما قربت من منزلی و آنست و رددتهم، اون چند نفری که اومده بودن همراه من به خاطر اینکه من رو به خونه برسونن، اونها رو گفتم برگردید، من به امنیت رسیدم به خونه خودم. فسرت الی منزلی و دعوت بالسراج، گفتم چراغی رو بیاورند و نظرت الی الدنانیر، این دینارها رو حساب کردم و اذا هی 48 دینارا، دیدم که اینها در واقع 48 دینار بودن، 48 دینار. و اذا هي 48 دینار و کان حق الرجل علی 28 دینار، اون کسی که از من طلب داشت 28 دینار طلب داشت، این دینارایی که امام داده بود دیدم که 48 هست، اضافه هست. و کان فیها دینار، این نقطه واقعا عجیبه، میگه در میان این دینارات دیدم یک دیناری هست که برق میزند، و کان فیها دینار یلوح، خیلی برق میزد، روشن بود. فاعجبنی حسن، از بس که این دینار خیلی زیبا بود اینو برداشتم. فاخذت، اینو گرفتم و قربته من السراج، اینو بردم نزدیک چراغ نگاه بکنم چرا اینقدر میدرخشد. فاذا علیه نقش واضح، دیدم که روش یک مهری هست و حک شده بر روی امام، یک بر روی این دینار و نقشی داره. حق الرجل 28، دیدم که در این نوشته بود که اون کسی که از تو طلب دارد 28 دینار طلب دارد و مابقی مال تو هست، 28 دینار رو بردار به اون طلبکارت بده و مابقی مال خودت باشه. که این هم جای نقطه جالبی هست که امام از بیرون اومده در مهمانخانهش، در واقع یک فرد اومده نشسته، نهایتا گفته زیر بالشت هر چی از بردار برو. در روی یکی از این سکه ها نوشته شده که آقا حق تو نمیدونم 28 دینار هست، اینو به طلبکارت بده، باقی مانده رو برگردون، باقی مانده مال خودت باشه. این یک از روایت هست. روایت دیگری در صفحه 491 هست، در صفحه 491 این روایت هم روایت جالبی هست، روایت دهم هست، یعنی یک دو صفحه بعد روایت دهم خود همین باب هست که روایت ششم رو خدمت شما عرض کردم. روایت دهم این باب هست. علی ابن محمد از سهل ابن زیاد از علی ابن محمد قاسانی قال اخبرنی بعض اصحابنا، یکی از اصحاب ما این گفته به من خبر داده که انه حمل الی ابی الحسن الرضا، که ایشون رفتن پیش امام ابو الحسن رضا، یک مالی رو به ایشون دادند، مالا له خطر، مالی که واقعا ارزش داشت، یک مال با ارزش را ایشون بردن نزد امام ابوالحسن رضا.
فلم اره سر به، وقتی که این مال رو به امام داد انگار امام اصلا توجهی نکرد، خوشحال نشد، با اینکه مبلغ خیلی زیاد بود بازم امام اهمیتی قائل نشد. قال فاغتممت لذلك، من ناراحت شدم، این همه مال من آوردم به امام دادم اما یک لبخندی هم امام نزد که من بدونم که خوشحال شده. و قلت فی نفسی قد حملت هذا المال ولم یسر به. این روایت چندم؟ روایت دهم. روایت دهم که صفحه 491 هست از این کتاب. میگه من این همه مال رو دادم خدمت امام و امام خوشحال نشدن. فقال یا غلام، به من گفت یا غلام، صدا زد غلام و بچه‌ای رو در اونجا بود یا برده که در اونجا بود. فقال یا غلام التست والماء، اون تشت و آفتابه آب رو بردار بیار. قال فقعد على کرسی، امام رضا نشست روی یک کرسی و قال بیده، با دست خودش اشاره کرد یعنی که می‌خواست وضو بگیرد. و قال للغلام صب، به غلام و به اون برده یا بچه یا هر چی که بود بهش گفت که الان آب بریز. صب علی الماء، آب بریز. قال فجعل یسیل من بین اصابعه فی التست ذهبا، این برده آب میریخت روی دستهای امام رضا، از دستهای امام که رها میشد طلا میافتاد روی کاسه، یعنی از دست امام رضا در واقع طلا میریخت روی کاسه. ثم التفت الیه فقال لی من کان هکذا لا یبالی بالذی حملته الیه، اون کسی که این قدرت داره که آب رو طلا میکنه نیازی به مالی که تو برای من آوردی نیازی نیست، به خاطر این من در واقع خوشحال نشدم. خب حداقل امام یک تشکری میکرد، به اندازه خودش بنده خدا هرچی مالی بوده توانسته آورده براش. و روایت دیگری در صفحه 497 هست، 497 و روایت 11 هست در اینجا و که از امام جواد اینو نقل کرده، نمیخوام وقت بیشتر برای این بگیرم. روایت دیگری در همین زمینه در صفحه 507 هست، 507 همین کتاب صفحه 507 هست و این روایت هم در واقع جالب هست، زیرا که ما با این راوی هم یک مقدار کار داریم. این روایت رو خدمت بینندگان عرض میکنم. اینم از عسکری هست که روایت پنجم هست و صفحه 507 و باب مولد ابی محمد حسن ابن علی علیه السلام، امام عسکری. روایت پنجم این باب هست، علی میگوید علی عن ابی احمد ابن راشد عن ابی هاشم الجعفری، این از آقای ابو هاشم جعفری نقل کرده. قال شکوت الی ابی محمد الحاجه، من رفتم نزد امام ابوالحسن در واقع ابی محمد امام عسکری، من رفتم و اظهار نیاز کردم، من نیاز دارم. فحک بصوته الارض، همون کاری که امام رضا کرده بود، با شلاق خودشون با تازیانه یا با عصای خودشون چوب دستی از زمین رو در واقع یکی می خراش داد. قال و احسبه قطعه بمندیل، این من عرض کردم اون کاری رو که شعبده بازا میکنن. گفت به گمانم با یک دستمالی زمین رو پوشاند، دستمالی گذاشت روی زمین، با عصای خودش زیر دستمال یکی در واقع زمین رو خراشید و تکانش داد. و اخرج 500 دینار، 500 دینار از زیر این چادر و این زیر این پارچه در آورد. فقال یا ابا هاشم خود وعدرنا، اینو بردار و دیگه ما رو معذور بدار، بیشتر از این دیگه همین بود حق شما که تمام ما بود. از این قبیل روایات متعددی در این زمینه وجود داره. الان این یکی از مواردی هست که من اینو در واقع بسته بندی کرده بودم، طبقه بندی کرده بودم. یک روایت دیگری در دلایل الامامه طبری اومده بود، محمد ابن جریر ابن رستم طبری که از علمای قرن چهارم شیعه هست و یک از افراد معروفشون هست. یک کتابی داره به نام دلایل الائمه، در اونجا یک روایتی رو شبیه به این در مورد خود طلا بود که یک فردی اومد در منزل امام رضا، گفت که من نیازمندم یک چیزی به من بده. امام رضا یک زنبیلی رو، یک تشتی رو که پر از خاک بود داد دستش، بیا اینا رو بردار. سائلی اومده پیش امام رضا که یک چیزی میخواد، امام هم یک تشتی رو پر از خاک یا یک سبدی رو پر از خاک و که در روایت اومده که مخلات و تبنین، که یک سبد پر از خاک داد دست من. گفت من ولی موندم اینو بردارم از دست امام، یه بر ندارم. خجالت کشیدم، امام دستشو دراز کرده، دیدم که خاک میخوام چیکار بکنم، خاک کرده زیاد است. اینا رو گرفتم با یک کراهتی و خلاصه رفتم اینو گرفتم رفتم خونه. وقتی که خونه رسیدم خاکا خود به خود طلا شد. از این قبیل روایات بله این ائمه در واقع. و جالب اینجا هست که یکی از دلایلی رو که آقایون میخوان مطرح بکنن برای غصب فدک، میان علتش این بوده که میخواستند که ائمه رو از نظر مادی در واقع در تنگنا قرار بدن تا اینکه مردم به اونها تمایل نداشته باشند. وقتی که مردم مال داشته باشند فدک رو ببینن، همه به طمع فدک و به طمع محصولات فدک در واقع میاند و گرایش پیدا میکنن به امام. به خاطر اینکه این راه رو ببندند اومدن و فدک رو از ائمه در واقع و از فاطمه زهرا گرفتن.
خب ائمه این همه در واقع طلا داشتن زیر پای خودشون. این یکی از در واقع مواردی هست که در یعنی جعل روایت کردن. و یکی دیگر از مواردی که در این زمینه هست در مورد پرواز کردن ائمه بوده یا به پرواز در آوردن دیگران. پرواز کردن ائمه یا اینکه دیگران رو در واقع به پرواز در آوردن. این هم زیاد در واقع ادعا می شود این گونه که فلانی نمیدونم اولیاء الله بوده، یکی میگن بر روی دیوار سوار میشده راه میرفته، یکی میدونم که همینجوری پرواز میکرده تو آسمان. چون که این خرافات در میان مردم وجود داشته، درباره ائمه هم این در واقع موارد رو اومدن و ذکر کردن. به طور مثال جلد 1 اصول کافی صفحه 492، جلد 1 صفحه 492 در اینجا یک روایتی رو بیان کرده. باب مولد ابی جعفر محمد ابن علی، ابی جعفر محمد ابن علی هست که امام جواد در واقع. روایت اولش هست اتفاقا احمد ابن ادریس و از محمد ابن حسان از علی ابن خالد قال محمد و کان زیدی، که آقای محمد یا اینکه علی ابن خالد زیدی بود. قال كنت بالعسكر، من در عسکر بودم، یعنی نسبت به عسکری هم به این مکان هست نجف. فبلغنی ان هناك رجل محبوس، من شنیدم که یک مردی رو آوردن و در اینجا زندانی کردن. اوتی به من ناحیه شام، یک فردی رو که آوردن از شام دست و پایش بستن و اینجا زندانی کردن. و قالوا انه تنبأ، و جرمش این بوده گفتند این آقا ادعای نبوت کرده، این آقا ادعای نبوت کرده. قال علی ابن خالد فاتیت الباب، علی ابن خالد میگه که من رفتم دروازه زندان رو و دارت البوابین و الحجب، یک کاری کردم با این نگهبانای زندان، نمیدونم رشوه‌ای داده، به هر صورت التماس کرده که من رو بگذارید برم داخل. حتی وصلت الیه، رفتم پیش این زندانی. فاذا رجل له فهم، دیدم که نه برعکس یک انسان واقعا فهمیده ای هست، انسان عاقلی هست. فقلت یا هذا ما قصتك، داستان تو چی هست؟ و ما امرك؟ قال اینی کنت رجلا بالشام اعبد الله، من یک بنده خدایی بودم عبادت الله رو انجام میدادم در شام، در یک جایی که معروف است به سر حسین، موضع رأس الحسین. یک روز من در اونجا بودم. فبین انا فی عبادتی اذ اتانی شخص، من در هنگام عبادت بودم، مشغول بودم، یک شخصی اومد. فقال لی قم بنا، بلند بشو. فقمت معه، من بلند شدم با ایشون. فبین انا معه اذ انا فی مسجد الکوفه، در شام بودم، یک وقت این دست منو گرفت، یک بار من دیدم که من رسیدم به کوفه. و اذا انا فی مسجد الکوفه، از شام که عبادت میکردم جایی که معروف است به رأس حسین، میگه که وقتی بلند شدم یک مرتبه دیدم من در کوفه هستم. فقال لی تعرف هذا المسجد، اون فرد به من گفت این مسجد میدونی کجا هست؟ فقلت نعم هذا مسجد الکوفه، الان در کوفه هستیم، مسجد کوفه است. قال فصلى و صلیت معه، اونم نماز خوند، منم چند رکعتی نماز خوندم. فبین انا معه، با همراه ایشون بودم، اذ انا فی مسجد الرسول بالمدینه، یک مرتبه دیدم که رسیدیم به مدینه در مسجد رسول. فسلم علی رسول الله، رفتند سلام گفتن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. و سلمت و صلی و صلیت معه و صلی علی رسول الله، اونم نماز خوند، منم نماز خوندم. فبین انا معه اذا انا بمکه، باز دیدم که نه در مکه رسیدم. فلم ازل معه حتی قضا مناسکه و قضیت مناسک، خلاصه رفتیم با هم دیگر حج کردم. فبین انا معه اذا انا فی موضع الذی كنت، بعد دیدم دوباره برگشتم، دوباره در اونجا برگشتم. انا في الموضع الذي كنت اعبد الله فيه بالشام و مضى الرجل، این بنده خدا رفت. فلما كان العام القابل اذا انا به، سال دیگر که شد دوباره این فرد اومد و همین کار رو انجام داد. این با هم رفتیم دوباره کوفه و مدینه و مکه و حج انجام دادیم، برگشتیم مثل فعلت الاولى. فلما فرغنا من مناسکنا وردني الى الشام وهم بمفارقتي قلت له، وقتی که کار تمام شد، یعنی حج انجام دادیم، سال بعد میخواست که منو به شام رساند و میخواست که برود، من سوال کردم سألتك بالحق الذي اقدرك على ما رأيت، تو رو به اون حقی که تو رو به این قدرت رسونده، الا اخبرتنی من انت، به من بگو تو کی هستی؟ فقال انا محمد ابن علی ابن موسی، من محمد ابن علی ابن موسی هستم، یعنی امام جواد. انا محمد ابن علی ابن موسی، من محمد ابن علی ابن موسی هستم. قال فتراق الى آخر که داستان طولانی است. این یکی از این موارد است، صفحه 492. یک وجه تشابهی هست جناب استاد بین این دروغ ها و به اصطلاح خزعبلاتی که در کتب رافضه وجود داره و بین همین خزعبلاتی که در فرقه های غالی صوفیه هم نسبت میدن به پیراشون. مثلا خیلی از پیرها اینا هستن نماز نمیخونن، وقتی که بهشون بگی چرا نماز نمیخونه، مثلا جناب پیر فلانی میگن که ایشون نماز صبح رو در مکه میخونه، نماز ظهر رو در مدینه میخونه و نماز مغرب و عشا رو در بیت المقدس میخونه.
این دیگه اون کسانی که دروغ پرداز هستند و در واقع انسان خرافی، راه و مشربشون یکی هست و در این باب یعنی تشیع و تصوف وجه مشترکشون هست، وجه مشترکشون هست درباره غلو، درباره مردگان، طواف قبرها، استمداد از قبرها، توسل به مردگان، کشف فیض از مردگان، طلب دعا از مردگان. این در واقع یک وجه غلو در ائمه، غلو در پیران. دقیقاً یک چیزی هست در میان تصوف و تشیع. این در واقع وجه مشترکی حالا است. شیعیان میگن که امام زمان حاضر و ناظر اعمال ماست، اینا میگن که پیران ما حاضر و ناظر اعمال ماست. یا برخی مانند بریلوی معتقدند که رسول الله صلی الله علیه و آله حاضر و ناظر هست و این موارد رو کاملا دارند. و در صفحه 498، این 492 بود که خدمت شما عرض کردم این مورد رو. مورد دیگری در صفحه 498 آورده که روایت سوم این باب هست. میگوید که حسین ابن محمد از معلا، یعنی چند صفحه بعدش هست، میگوید که روایت سوم حسین ابن محمد از معلا ابن محمد روایت کرده، از احمد ابن محمد ابن عبدالله عن علی ابن محمد از اسحاق جلام قال اشتریت لابی الحسن علیه السلام غنما کثیره، من برای امام رضا گوسفندانی رو خریدم، فدعانی فادخلنی من استبل داری، ایشون منو خواستند و در واقع بردن در استبل خونهشون. ابوالحسن علی ابن محمد، اون گونه که گفتم علی ابن محمد هستن ایشون. میگه که رفتم و فدعانی فادخلنی من استبل داری الی موضع لا اعرفه، از دروازه استبل من وارد شدیم به یک جای برد که من نمیشناختم کجا هست. فجعلت افرق تلك الغنم فی من امرنی به، در یک جایی رفتیم و خلاصه این گوسفندایی که من خریدم، این گله گوسفند رو هر جا که امام میگفت من اینها رو عوض کردم، یعنی تحویل میدادم. میگفت این گوسفند رو به این بده، این گوسفند رو به فلانی بده. افرق تلك الغنم فی من امرنی به، فبعث الی ابو جعفر الى والدته و غیر ما ممن امرنی ثم استاذنت فی الانصراف. خلاصه من رفتم این کار رو من انجام دادم، هرچی امام دستور داده بود اینا رو تقسیم کردیم. بعدش گفتم که امام من میخوام برم به خونه خودم. ثم استاذنته فی الانصراف الی بغداد، میخواستم به بغداد برم. الی والدی و کان ذلك یوم الترویه، روز ترویه بود، یعنی روز 8 ماه ذوالحجه بود. فکتب الی تقیم غدا عندنا، به من گفت که خب فردا اینجا بشین، ثم تنصرف، فردا بشین، روز عرفه هست، اینجا بشین و بعدش میتونی که بری. قال فاقمت فلما كان يوم عرفه، فرداش که روز عرفه بود، اقمت عنده و بت لیله الاضحى، نزد ایشان بودم، شب اضحی را، روز شب عید رو هم در خونه ایشان گذراندم. لیله الاضحى فی رواق له، فلما كان في السحر، فرداش وقت سحر بود، اتانی، اومد نزد من، فقال یا اسحاق قم، اسحاق بلند بشو. قال فقمت ففتحت عینی فاذا انا على بابی ببغداد، تا امام بلند بشد، تا من که بلند شدم دیدم که نه من به بغداد رسیدم. پس جالب میاد میقال فدخلت على والدی و انا فی اصحابی، و رفتم پیش در واقع خانواده خودم، پدر و مادرم و هم رفیقان. فقلت لهم عرفت بالعسكر و خرجت ببغداد الى العید، من بهشون گفتم عرفه من در عسکر بودم، در نجف بودم و خرجت ببغداد الى العید، عیدش اومدم من بغداد رسیدم. دیروزش من اونجا بودم، امروز هم اومدم در واقع اینجا. و یک مورد دیگری که در اینجا برای من جای تأمل داشت، یک مورد دیگری هست از همین قبیل در یک کتاب دیگر، در کتاب کشی، در واقع در کتاب رجال کشی هست که این مورد چون که شباهت داره از این کتاب رجال کشی من خدمت بینندگان عزیز اینو نمایش میدم. در کتاب رجال کشی در راوی هست به نام معلا ابن خنیس، معلا ابن خنیس که در اینجا راوی 241 هست، راوی معلا ابن خنیس و راوی 241 هست. در اینجا یک روایتی رو آورده، ایشون نقل میکند که ابراهیم ابن محمد ابن عباس الختلی قال حدثني احمد بن ادریس القمی المعلم قال حدثني محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسن عن موسی بن سعدان الی آخر، با سندی که ایشون دارد. و میگه که دخلت علی ابی عبدالله ایام طلب المعلا ابن خنیس، من میگه رفتم در نزد امام ابو عبدالله در ایامی که ظاهرا معلا ابن خنیس در واقع دنبالشون میگشتن. فقال لي یا حفص اینی امرت المعلا فخالفنی، امام به این فرد میگه، به حفص میگه که من معلا را دستور دادم کاری رو انجام بده، فخالفنی فابتلی بالحدید، اینو حرف منو نگرفت، الان در واقع حچل و در گرفتاری افتاده. برای این در زیر کدوم شخصیت هست؟ در شخصیت معلا ابن خنیس، خود این معلا ابن خنیس است، در صفحه اول نیست و در صفحه بعدی این مطلب را آورده و تقریبا 2-3 پاراگراف بعدش.
این میگه که من این معلا ابن خنیس حرف منو خلاصه قبول نکرد و در مشکل افتاد. فقال لي یا حفص انی امرت المعلا فخالفني فابتلي بالحديد انی نظرت الیه یوما. این فرموده امام در واقع ابو عبدالله امام جعفر صادق هست. میگه که انی نظرت الیه یوما، من یک روزی دیدم که معلا ابن خنیس که هست اینجا، دیدم خیلی وضعیتش گرفته و هو کائب حزین، خیلی در واقع چهرهشون گرفته غمگین هست. فقلت یا معلا کانک ذکرت اهلک و عیالک، ظاهرا تو دلتنگ زن و بچه شدی، ظاهرا معلوم میشه غمگین هستی، حواست اینجا نیست. قال اجل، ایشون گفت که بله من واقعا این گونه هست، دلم تنگ شده برای زن و بچم. قلت ادن منی، امام جعفر بهش گفت که بیا نزدیک. فدنا منی فمسحت وجهه، امام میگه که اومد نزدیک، منم صورتش رو در واقع دستی کشیدم. فقلت این تراک، الان کجا هستی؟ این در مدینه نشستن، امام جعفر صادق دست روی چشمش کشیده، گفت الان کجا هستی؟ فقال ارانی فی اهل بیتی، گفت الان من در وسط خانواده خودم هستم. ارانی فی اهل بیتی و هی ذی زوجتی، اینم زن من هست، و هذا ولدی، اینم فرزندان من. کجا هستی؟ گفت پیش زن و بچم، این زن و اینم فرزندان من. قال فترکته حتی تملأ منهم، امام جعفر میگه که من ایشون رو رها کردم، گذاشتم که کمی چشمش پر بشه، یعنی سیر بشه از دیدن زن و بچهش. و استترت منهم، و خودم را در پناه قرار دادم، یک کمی کناره رفتم و در پرده قرار گرفتم. حتی نال ما ینال الرجل من اهلی، تا اینکه ایشون کار خودش رو با همسرش هم انجام بده. ثم قلت ادن منی، بعد گفتم بیا نزدیک. فدنا، اومد نزدیک. منی فمسحت وجهه، و دوباره چشمش را و صورتش را دست کشید. فقلت این تراک، کجا هستی؟ فقال ارانی معک فی المدینه، الان برگشتم نزد تو در مدینه. الان مدینه کجا و عراق کجا؟ امام دستشون میکشد و این بنده خدا معلا ابن خنیس یک مرتبه میبینه که در عراق هست، پیش زن و بچهش هست. و جالبتر اینجا هست که ایشون هم امام جعفر بهش اجازه میداد که برو با زن خودت هم مخاربت بکن. ایشون میره مخاربت هم میکنه. بعدا امام میگه خب الان دیگه برگرد. و نقطه‌ای که در اینجا برای من جالب بود این نقطه هست که امام میگه که من کنار رفتم، فسترتو در واقع عنهم، من خودم رو در پرده قرار دادم تا اینکه بنده خدا کار خودش رو انجام بده. و نقطه جالبی که در این زمینه وجود دارد و شیعه ادعا کردن، نقطه این است که امام همه چیز رو میبیند. از امام چیزی در واقع پنهان نمیمونه، عالم ماکان و ما یکون هست. و اضافه بر این در روایات شیعه به طور مثال اصول کافی جلد 1 صفحه 300 من فقط این روایت رو چون دوربین نتونست نشون بده، من از نسخه‌ای که دارم از کتاب رجال کشی نشون بدم. دوستان عزیز اگر لطف بکنن این صفحه رو نشون بدن. این از رجال کشی، این کتاب رجال کشی است. این فی المعلا ابن خنیس که اگر صفحه اول اختیار معرفت رجال المعروف به رجال کشی ابو جعفر محمد ابن حسن توسی، و اینم صفحه دومش، اینم شناسنامه‌اش که در ایران چاپ شده، اختیار معرفت رجال. این روایت چون واقعا برای من روایت جالبی بود، گفتم بینندگان حیفه که این رو نبینن. از خود فی المعلا ابن خنیس، دقیقاً شخصیت شماره 215، و اینم کل این روایتی که حضرت استاد این رو ذکر کردن در اینجا. اینو حالا دیگه اینو چیز خور کرده بودن دیگه، به قول احمد آقا کارگردان برنامه. نه، نقطه باز در اینجا از گذشته از این که امام ایشونو فرستاده، جالب اینجا است که امام بهش اجازه داده که مخاربت بکنه با همسرش، و امام میگه که من خودم رو در پرده کردم تا اینکه نبینم ایشون در واقع با زنش چه کاری انجام میده. و جالب اینجا است با توجه به روایاتی که شیعه دارن از ائمه چیزی غایب نیست. حتی اختیار همه عضلات بدن در اختیار ائمه است، طبق کلیپی که ما پخش کردیم. بله، تمام اختیار هم یعنی کاملا میدونن ائمه که ما به قول آقایون شیعیان در خونه چیکار میکنن چیکار نمیکنن. و در اینجا امام میگه که من خودم رو کناره کشیدم تا اینکه بنده خدا کار خودش رو انجام بده. جالب اینجاست امام چه غایب باشد چه حاضر باشد از دیدگاه شیعه، چه روبرو نگاه بکند یا اینکه رویش رو بر بگرداند، از پشت سر هم امام میبیند.
روایات دارند شیعه که امام هم از جلو میبیند و هم از پشت سر میبیند. این در واقع یکی از علامت های امام هست. الان نمیدونم امام سر معلا ابن خنیس کلاه گذاشته که من رو برگردم این طرف من تو رو نمیبینم، در صورتی که امام از پشت سر هم میبیند. این روایت در کتاب اصول کافی هست، جلد 1 صفحه 388. جلد 1 صفحه 388 یک بابی در اینجا وجود داره به نام باب موالید ائمه. باب موالید ائمه صفحه 385 هست. روایت هشتم این باب هست و صفحه 388 جلد 1 صفحه 388. علی ابن محمد از بعض اصحابنا عن ابن ابی عمیر عن حریز عن زراره عن ابی جعفر. این روایت رو از زراره از امام ابی جعفر نقل کرده. قال للامام 10 علامات. امام 10 تا علامت دارند. یولد مختونا یعنی ختنه شده به دنیا میاد. و اذا وقع علی الارض وقع علی راحته. وقتی که به دنیا بیاد با دست روی زمین میافتد و انگشت سبابه رو بلند میکند و شهادتین میخواند. ولا یجنب. امام جنوب نمیشود و چشمهایش میخوابند اما قلبش نمیخوابد. ولا یتثاءب ولا یمتتی. ایشون خمیازه نمیکشند، بدن خودشون رو هم در آخر ایشون نمیکشند. انگار دوربین کرامت امامه که در اینجا دیگه یک از علامات امام هست. من اینجا دارم دنبال روایت میگردم که روایت پیدا کنم. بله اینم جزء کرامات در واقع امام هست که ابو جعفر میگه که امام 10 تا علامت داره. یکی از علامتاش این هست که اگر دوربین فعال میشه دوباره فعال بکنم، میگه و یرا من خلفه کما یرا من امامه. امام از پشت سر میبیند دقیقاً مثل این که از جلوی رو میبیند. یعنی برای امام مفهومی نداره که چشمشو ببنده یا رویشو برگردانه، بازم میبینه که در واقع معلا ابن خنیس شاید از کنار دیده باشه، چون که گفت خودمو کنار کشیدم. نه از پشت سر هم میبینند، از پشت پرده هم امام میبینه. اگر چیزی بر امام غایب بشه نداند امام، در واقع این دلیل بر عدم ناقص بودن علمشون هست، دلیل بر عدم علم غیب هست و بقیه مواردی که در این کتاب اومده. الان این مواردی بود که یعنی فقط نمونه هایی بود که من در اینجا عرض کردم و همون گونه که من در ابتدای مطالبم خدمت شما و بینندگان عرض کردم، از مجموع 60 تا روایت 50 روایتش از این قبیل روایات هست. و نکته که من میخوام از این استنباط بکنم این است که همون گونه که عرض کردم معجزه باید در ملأ عام باشد که دیدیم بعضی گفتن خب آنچه دیدی دیگه با کسی دیگه تعریف نکن. یک نفر فقط موردی که معجزه رو اظهار کردن فقط برای یک نفر اظهار کردن. کاش که این ائمه حضرت علی مثلا رضی الله تعالی عنه در موردش میگن که اگر من بخوام این لنگ خودم را بلند میکنم یک لگدی میزنم سر سینه معاویه که تو شام از تخت پادشاهیش بیفته پایین. و همون موردی که شما هم اشاره کردید که امام در واقع عصای خودش را یا کمان خودش را میانداخت و تبدیل به اژدها میشد. واقعا شما نقطه جالبی رو در این اشاره کردید که این ائمه در هیچ موردی ثابت نشده با این همه معجزات فراوانی که داشتند، با این همه علم فراوانی که داشتند، با این همه قدرت فراوانی که داشتند، با این همه شجاعت مثال زدنی که داشتند، در هیچ موردی ائمه شیعه نه علمشان را به نمایش گذاشتند، نه قدرتشان را و نه شجاعتشان را و نه امامت خودشان را. معجزاتی رو که انجام دادن توی خونه بوده یا اون گونه که مثلا نمیدونم توی حمام بوده یا در زیر درختی بوده، فقط یک نفر بوده و مواردی از این قبیل بوده و در هیچ جای در ملأ عام حجت رو اتمام نکردن، معجزه نشان ندادن، شجاعت نشان ندادن. این معجزه‌ای که برای یک نفر باشد این به هیچ عنوان حجت قرار نمیگیره و علت این که امامت شیعیان ائمه شیعیان واضح نشد، آشکار نشد، کسی قائل به این نبود، علت همین پنهانکاری خود ائمه هست. معجزاتی رو که داشتن برای یک نفر. الان نقطه دیگری که در اینجا واقعا جالب هست این مورد هست که بقیه نمیدونم نواصب و خوارج و بنی امیه و این سنی های ناصبی که مسلمان نشدند، معتقد به امامت نشدند، هیچی، حتی خود شیعیان هم مسلمان نشدند. حتی شیعیان خود ائمه هم علم یقین پیدا نکردند، باورشون قطعی نشد و در واقع ایمان نیاوردند به خود این ائمه. در این زمینه روایاتی رو داریم، من فقط به چند مورد در این زمینه اشاره میکنم. مثلا که آقای کشی در کتاب رجال کشی در زندگی نامه اسلم مکی وقتی که این تعریف میکنه و شماره 83 هست صفحه 150 در اینجا مطلبی رو نقل میکند که باخر میاد لوکان الناس کلهم لنا شیعه، اگر تمام مردم شیعه ما می بودن لکان ثلاثه ارباعهم شکاکا، 3/4 اینها شک داشتن در مورد ما.
اگر قرار باشد تمام مردم شیعه باشند، در واقع 3/4 مشکوکند، یعنی تردد دارند و در مورد صداقت ما. و الربع الاخر احمق، اون باقی مانده 1/4 دیگرشون نادان و احمق باشند. از امام باقر هست این مطلب رو نقل کرده. یعنی اگر قرار باشه تمام دنیا هم شیعه باشند، 3/4 مشکوکند، شکاک هستند. پس بنابراین این همه معجزه‌ای که دیدند اینها سبب نشد که حتی شک شیعه هم در واقع چیکار بشه؟ همین روایت من اینجا پیدا کردم جناب استاد، این رجال کشی، این چاپ سال 1430 اسلم مکی، در اینجا میگه که لو کان الناس کلهم لنا شیعه لکان 3/4 لنا شکاکا و ربع آخر احمق. خب این یک مطلب هست. به طور مثال در کتاب وافی جلد 5 صفحه 851 و همچنین در کتاب جلد آخر کافی هم اومده در روزهش که این از امام دیگری هست، از امام کاظم هست. امام کاظم میگه لو میزت شیعتی ما وجدتهم الا واصفه ولو امتحنتهم لما وجدتهم الا مرتدین. میگه اگر من شیعان خودم را امتحان بکنم همه اونها مرتد از آب در میاند. یعنی این که ایمانی رو دقیق و درستی رو که بر مبنای این معجزات باشه حتی همون نزدیکان شیعه هم در واقع به ائمه خودشون نداشتند. در مورد امام کاظم یک مطلب دیگری رو دارد که امام کاظم اینو از جعفر نقل میکند، از پدر خودش این مورد رو نقل میکند که در میگوید که ما انزل الله سبحانه و تعالی آیه فی المنافقین الا وهی فی من ینتحل التشیع، در کتاب بحار الانوار جلد 65 صفحه 166 میگوید هر آیه‌ای که در قرآن کریم در مورد منافقان نازل شده الا وهی فی من ینتحل التشیع، این آیه مصداقش در مورد کسانی هست که ادعای تشیع میکنند. الان واقعا جالب هست که اگر با این همه معجزه، من عرض کردم که با این همه معجزه ها که فقط در 4 بابش به حدود 50 تا معجزه نقل شده از ائمه، این معجزات نه تنها منجر به این نشد که خوارج بیان مسلمان بشن، نواصب بیان مسلمان و پیرو امامت و ولایت بشند و بقیه سنی ها که به جای خودشون، حتی شیعیان هم در واقع هیچ گونه بهره رو از این معجزات نبردند. این معجزات سبب نشد که حتی شیعیان شیعه واقعی بشوند و اون شک و ترددشون کاملا از بین بره. و نقطه پایانی که در این مورد میخوام عرض بکنم این است که ما بارها اینو نمایش دادیم خدمت بینندگان عزیز که عموم شیعه که به جای خودشون، عموم شیعه به جای خودشون، حتی راویان خود شیعه، همون کسانی که این معجزات رو در واقع نقل کردند، مانند زراره، مانند هشام ابن سالم، مانند ابو بصیر، مانند مفضل، مانند احمد ابن محمد برقی، مانند صاحب الطاق یا بقیه کسانی که همین قبیل معجزات رو نقل کردن، دلایل امامت رو نقل کردن، جالب این است که خود اینها دچار تردد شدن، جز متحیرین هستند. یعنی بعد از وفات امام قبلی به حیرت می افتادن، خصوصا آقای برقی که در آخر عمر در واقع دچار حیرت شده و این که عرض میکنیم که روایتی که در برق گرفتگی شده. جالب این است که نه تنها که نواصب نیومدند و حق رو نپذیرفتند، خوارج نپذیرفتند، عموم اهل سنت نپذیرفتند، حتی شیعیان هم به این اعتقاد و به یقین نرسیدند، اونگونه که امامان میگویند که اگر تمام آیات امام کاظم و که از امام باقر، امام جعفر نکرده که تمام آیاتی که در مورد منافقین هست مصداق توی شیعیان ما هست، در مورد شیعیان نازل شده. پس بنابراین این معجزات که باید اتمام حجت میکرد، این معجزات که باید سبب استحکام عقیده و در واقع استواری باور و ایمان شیعیان میشد که نشده که هیچ، بلکه حتی راویان درجه یک شیعه مانند زراره و هشام و ابو بصیر، اینها هم در واقع منجر به این نشده که حداقل اینا مسلمان واقعی باشند که دچار این همه تردد و در واقع شک و تردید در امامت و اساسا در ایمان هم در واقع نباشند. پس بنابراین معلوم میشد من گونه که عرض کردم تمام این روایات جعلی و ساختگی هست، مانند روایاتی که صوفیان برای قبرهای پیرها و بزرگان خودشون نقل کردند و این قداست امامت را میخواند که با این روایات جعلی و با این خرافات میخواند این قداست رو در واقع حفظ بکنند. اما از دید انسانهای عاقل و فهمیده، اونهایی که دنبال دلیل و مدرک و حجت هستند، همه میدونند که اینها در واقع به تعبیر به اسم برنامه‌مون حجت بدون حجت. بله، جزاکم الله خیر. حجت بدون حجت و شما عزیزان میان برنامه با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله وقت رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و صدای گرم بینندگان عزیز رو خواهیم شنید. با ما همراه باشید.
گوسفند واسطه همینطور اشک میریزه حیوان. علف تا قد آدم علف نمیخوره، آب نمیخوره. چون خونه اومدن گفتن اسماعیل یه معما شده مال ما، یه معما شده مال ما. گوسفند گرسنه 3 روزه توی علف توی آب، نه آب میخوره نه علف. سه روزه نمیخوره. چرا نمیخوری؟ گفت اسماعیل تا ما توی صحراییم نه آب میخوریم نه علف. گفت چرا مگه اینجا کجاست؟ گفت اسماعیل اینجا کربلاست. گوسفند کیست؟ اسماعیل پیغمبر بزرگوار ذبیح پسر ابراهیم گله گوسفند مفصلی داشت. چوپونا میکردن و میرفتن. اومدن تو صحرای کربلا 3 روز موندن. علف تا قد آدم که گله گوسفند توش گم میشد. آبم که دیگه ماشاءالله دیگه چه خبره. 3 روز گوسفند واسطه همینطور اشک میریزه حیوان. علف تا قد آدم علف نمیخوره، آب نمیخوره. چون خونه اومدن گفتن اسماعیل یه معما شده مال ما، یه معما شده مال ما. گوسفند گرسنه 3 روزه توی علف توی آب، نه آب میخوره نه علف. اسماعیل گفت خدا چی شده؟ خطاب شد یه قوچی داخل گلته، من بهش امر کردم باد بگه چرا، برو سوال کن ازش. اومد گفت کدومتون من با من حرف بزنی؟ قوچ اومد جلو گفت یا نبی الله من. گفت این علبه مهمی، گوسفندی که من دیده یا نه صبح که میره رو علف تا شب سرش از علف بر نمیداره، هم رد هم میخوره. 3 روزه نمیخوره. چرا نمیخوری؟ گفت اسماعیل تا ما توی صحراییم نه آب میخوریم نه علف. گفت چرا مگه اینجا کجاست؟ گفت اسماعیل اینجا کربلاست. ما از این آخوند و بینندگان عزیز چند سوال داریم. اول، آنچه که همه می‌دانند این است که اسماعیل علیه السلام در مکه زندگی می‌کرده است. حال چرا گوسفندانش را برای چراندن به کربلا برده است؟ مگر این حیوانات زبان بسته چه جرمی کرده بودند که برای علف خوردن باید بیش از 1000 کیلومتر راه را تا کربلا طی می‌کردند؟ دوم، این آخوندها بر این باورند که انبیا و ائمه علم غیب می‌دانند. حال این که در این داستان ساختگی یک گوسفند از اسراری آگاه است که پیامبر الهی اسماعیل علیه السلام از آن آگاه نیست. آیا این آخوند رافضی این نسبت را به 12 امام شیعه میپذیرد؟ اگر بنا بر این است که هیچ جنبنده‌ای به خاطر امام حسین در سرزمین کربلا نه آبی بنوشد و نه غذایی بخورد، بایستی نسل هرچه آدم و حیوان است در آن سرزمین منقرض شده باشد. و امروزه که شهر کربلا در دست شیعیان است، چرا آنها در این سرزمین آب می نوشند و غذا می خورند؟ آیا گوسفندان اسماعیل علیه السلام قدر امام حسین را بهتر از شیعیان دانستند؟ در پایان باید پرسید گوسفند کیست؟ مردمی که زیر منبر این آخوند نشستند یا خود این آخوند؟ چرا اختیار زنان مردم را به علی رضی الله عنه دادند؟
امیرالمؤمنین کسیه که خدا اختیار طلاق تمام عالمیان رو داده دست اون. حتی پیغمبر اختیار طلاق زناشو داده دست علی. اینقدر امینه. بینندگان گرامی، در مقابل جمله اول این علامه دهر فقط باید خندید و در مقابل جمله دوم وی باید گریست. باید گریست به حال کسانی که خود را محب اهل بیت رسول الله می دانند و به رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توهین می کنند. به راستی چه اهانتی بالاتر از این که این آخوند بی سواد بگوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اختیار طلاق همسران خودش را به علی داده است. آیا العیاذ بالله ایشان از فهم و درک کافی برخوردار نبودند که کسی دیگر اختیار همسرانشان را بر عهده داشته باشد؟ شایدم هدف این است که از آنجایی که این آخوندها خود را به دروغ وارثان علی رضی الله عنه می دانند، از این قاعده برای هوسرانی های خود بهره برده و از هر زنی که خوششان بیاید طلاق او را از شوهرش گرفته و او را قربانی هوسرانی خود کنند. بارالها شر این دجالان دین فروش را از سر مسلمان ها دور بفرما. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با ادامه برنامه حجت بی حجت در خدمت شما عزیزان هستیم و از همین لحظه شماره تلفن برنامه زیرنویس خواهد شد و شما عزیزان می توانید که تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد موضوعاتی که مطرح شد بیان بکنید و همچنین به طبیعت حال باید به سوال ما هم پاسخ بدید که در مورد دلایل امامت هست. حضرت مولانا مثل این که مطلبی مونده که باید مطالب زیاد هست، منطقه شما اجازه بدید از وقتی بینندگان من فقط در مورد دلایل امامت امام جواد رحمت الله علیه من در برنامه‌های گذشته این روایت رو کاملا بررسی کردم. در مورد باب امامت اشاره و نص بر امام کاظم 16 تا روایت بود که به تصریح آقای مجلسی از 16 روایت فقط یکیش صحیح بود که ما این بررسی کردیم که دلیل بر امامت در واقع نیستن و چه اشکالی داشتن. در مورد امام رضا باب اشاره و نص بر امام رضا که 16 تا روایت بود، صرفا یک روایت که اون روایت اول بود، اینو بررسی کردیم. در مورد جواد در باب اشاره و نص بر ابی جعفر ثانی رحمت الله علیه در اینجا 3 تا روایت از مجموع 14 روایت گفتند که 3 روایت صحیح هستند، روایت 2 و 3 و 10. روایت دوم که در واقع تمام این روایت که خبر واحد بودنشون که در اینها حرفی نیست. در روایت دوم فقط ایشون اشاره کردند که سمعت الرضا، از امام رضا من شنیدم، محمد ابن یحیی احمد ابن محمد ان معمر، که احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه که وضعیتش کاملا هم مشخص است که کی بوده. اگر که کسی دیگر باشه که محمد ابن عیسی باشه که موضوع بازم فرق میکند از دیدگاه شیعه. میگه که من از امام رضا شنیدم، میگه که و ذکر شیئا، یک چیزی فرمودند، فقال ما حاجتكم الى ذلك هذا ابو جعفر قد اجلسته مجلسی، من ابو جعفر رو در مجلس خودم نشاندم و با توجه به این که ایشان کوچک بودن، من در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم گفته که اون کوچک ها هم از بزرگان ما در واقع ارث میبرن. این روایت اول هست. روایت دوم در واقع از محمد ابن عیسی هست، محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابی محمد ابن عیسی، که محمد ابن عیسی در واقع انسان ضعیفی بوده. روایت هم دلالت صریح بر امامت ندارد که این گونه آمده یا ابا علی ارتفع شک و مال ابی غیری، که پدرم غیر من کسی رو ندارد، یا فرزند کسی
کسی فرزندی ندارد یا اینکه در واقع امامتی رو امامی غیر از من ندارد که در واقع جانشینش باشد. به هر صورت این دلالت صریح بر امامت هم ندارد. روایت دیگری که در این باب اومده و گفتند که این روایت صحیح است، روایت دهم این باب هست. محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از صفوان ابن یحیی قال قلت للرضا، به امام رضا من گفتم. نمیدونم این دوربین امکان هست که فعال بشود. میگه که قد كنا نسألك، میگه من از صفوان ابن یحیی میگه که من از امام پرسیدم قلت للرضا علیه السلام قد كنا نسألك قبل ان يهب الله لك ابا جعفر، قبل از این که الله متعال ابو جعفر را یعنی جواد را به تو ببخشد ما سوال میکردیم از شما. فكنت تقول یهب الله لی غلاما، شما پاسخ میدادید که الله متعال به من بچه‌ای را خواهد داد. باب اشاره و صفحه 321 هست، باب اشاره و نصب بر ابی جعفر ثانی، روایت دهم. میگوید که ما قبلا سوال میکردیم که امام بعد از شما کی هست و شما میگفتید که الله متعال به من بچه‌ای را خواهد داد. كنت تقول یهب الله لی غلاما فقد وهبه الله لك، الان الله متعال به تو بچه‌ای داده. فاقر عیوننا، ما رو در واقع خوشحال بکن، چشم ما رو خنک بکن. فلا ارانا الله یومک، خدا بکند که ما مرگ تو رو نبینیم و زنده باشیم. فان کان کون فالی من، اگر یک اتفاق افتاد و شما مردید ما به کی رجوع بکنیم؟ فاشار بیده الی ابی جعفر، اشاره کرد به ابو جعفر امام جواد و فرمودند که و هو قائم بین یدیه، که ایستاده بود. فقلت جعلت فداک هذا ابن 3 سنین، این بچه 3 ساله هست. فقال و ما یضره من ذلك، خب چه اشکال داره 3 ساله باشه، امام شما هست. فقد قام عیسی علیه السلام بالحجه و هو ابن 3 سنین، عیسی به پیامبری به حجت شد، به مقام حجیت رسید و هو ابن 3 سنین، ایشون در واقع چند ساله بودن؟ 3 ساله بودن. الان یک چند نقطه در اینجا قابل تأمل هست که در اینجا این صفوان ابن یحیی میگه که امام ما قبلا از شما میپرسیدیم که امام کی هست، شما گفتید من فعلا بچه ندارم اما انشالله بچه دار خواهم شد، انشالله بچه‌ای به دنیا خواهد اومد. بعد از این که بچه به دنیا اومد ما الان از شو سوال کردیم بچه به دنیا اومد، الان که بچه داری الان بگو جانشینت کی هست. و در ادامه میگه که من گفتم این بچه 3 ساله‌ای هست، این بچه 3 ساله هست. یعنی ببین جریان خیلی طولانی هست، یعنی فوراً بعد از این که متولد شده ازش نپرسیدن، وقتی که پرسیده چند ساله بوده؟ 3 ساله بوده. و دوما خب وقتی که یک امامی یک بچه داره و شما هم که معتقد هستید که امام باید فرزند امام باشه و لوح جابر هم هست فرزند بزرگترش باشه، خب نیازی به سوال نیست. قبلا ما میپرسید امام کی هست، شما میگفتید من بچه ندارم انشالله بچه خدا به من خواهد داد. الان که بچه به دنیا اومده الان بگو امام کی هست. خب مشخصه که امام خود همین فرد هست. این یک اشکال. و اشکال دیگری که در این وجود داره، در این روایت در اینجا گفته که گذشته از این که سند این روایت از نظر چی مشکل داره که احمد ابن محمد هست که این همون احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست که قائل به تحریف قرآن بوده، کتابی در این زمینه نوشته و خودش هم ان شاء الله اینو بررسی خواهیم کرد که دچار حیرت بوده، خودش هم دچار حیرت بوده. در جلد 1 اصول کافی صفحه 527 و همچنین آقای کاشانی هم در الوافی به این مطلب تصریح کرده که آقای احمد ابن محمد ابن خالد برقی در واقع دچار حیرت شده بود که بحث جداگانه است. گذشته از سندش. الان در این روایت در اینجا یک نقطه در اینجا هست که در این روایت گفته که امام عیسی حضرت عیسی در سن چند سالگی به حجیت رسید؟ در سن 3 سالگی. میگه فقط قام عیسی بالحجه و هو ابن 3 سنین، در زمانی که ایشان 3 ساله بودن. همین روایت رو در جای دیگر از این کتاب آورده. در همین کتاب. بله در همین کتاب، در کتاب اصول کافی یک باب دیگری داریم به نام باب حالات الائمه علیهم السلام فی السن، حالات ائمه در سن هست. در اینجا میگوید که حضرت عیسی در سن 7 سالگی به حجیت رسیده. اون روایت میگفت 3 سالگی 3 سالگی. دروغ حافظه ندارد. بله واقعا حافظه ندارد. این روایت از عدت من اصحابنا، روایت اول حالات الائمه علیهم السلام فی السن و نهایتا از هشام بن سالم از یزید کناسی هست از امام ابو جعفر. خب در اینجا اومده که من عبارت را میخونم، میگه که یا یحیی خذ الكتاب بقوه و اعطیناه الحکم السبیه فلما بلغ عیسی علیه السلام 7 سنین تکلم بالنبوة والرساله.
زمانی که حضرت عیسی به 7 سالگی رسید تکلم به نبوت و رساله، حرف نبوت زد و مبعوث شد به رساله، یعنی قبل از این در واقع حجت نبوده. حین اوحی الله تعالی الیه، در اون روایت اومده بود که ایشون در واقع در سن 3 سالگی به حجت رسیدن. در این روایت که روایت اول این باب هست و اتفاقا این روایت هم روایت صحیحی هست بنابر اعتقاد آقای مجلسی که صحیح گفته این روایت رو، گفته که این در سن 7 سالگی بوده. غیر از این یک نقطه دیگری هم در اینجا وجود داره، غیر از این که تضاد داره نقطه دیگری در اینجا هم وجود داره. در این باب اشاره بار حالات ائمه در سن هست. روایت دومی که در اینجا اومده، روایت دوم دقیقاً همون روایتی هست که در اونجا ما چیکار کردیم، ذکر کردیم. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی از صفوان، در اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی این آورده که من عرض گفتم که محمد خالد برقی باشه، که در اینجا این روایت را در واقع به گونه صریح‌تر آوردیم. در روایت قبلی تصریح نشده بود ان احمد ابن محمد، در اینجا احمد ابن عیسی. اون اشکالی که من در مورد برقی گفتم در اینجا اگر این باشه صدق نمی‌کنه. به هر صورت در اینجا میگوید که ما سوال کردیم از امام که فإن كان كون فإلى من، فأشار بيده إلى أبي جعفر وهو قائم بين يديه فقلت جعلت فداك هذا ابن 3 سنين، این بچه 3 ساله هست. بعد از این که این روایت رو در اینجا نقل کرده یک پاورقی زده، در پاورقی گفته که قد مر الحديث صفحه 321، صفحه 321 این روایت اومده، فراجعه ففيه فائده، بر بگرد اونجا صفحه 321 همین روایت اومده، یک نقطه در اون روایت هست، یک نقطه در اون روایت هست که در اینجا در واقع ذکرش نکرده. برمیگردیم به صفحه 321 همین روایت را که روایت دهمی هست که من خدمت بینندگان خوندم. در اینجا در خود روایت هیچ گونه اشکالی وجود نداره، یعنی دقیقاً روایت همون روایتی است در اونجا آمده. منتها در اینجا یک پاورقی دیگر دارد، یک پاورقی دیگر در اینجا دارد. این دوربین هم ظاهراً قابل فعال شدن نیست. به هر صورت در اینجا میگوید که من میخونم، میگه و کذا فی ارشاد المفید، این روایت در ارشاد مفید صفحه 298 و اعلام ورا اومده در صفحه 331 نقلا عن الکافی، همین روایت رو از کافی نقل کرده. در اون روایت اومده ابن اقل من 3 سنین، گفته که امام جواد در واقع کوچک هست و کمتر از 3 سال داره، کمتر از 3 سال داره. در روایت قبلی بود 3 سال و در اون چیزی که آقای مفید و در کتاب اعلام الورا نقل شده از اصول کافی نقلا عن الکافی، در اون اومده کمتر از 3 سال. اما روایتی که در اینجا هست همون 3 سال. معلوم میشه خود این چرا دستکاری کردن. در این روایت باید می بود که اقل من 3 سنین، اون گونه که آقای مفید و در کتاب اعلام الورا در واقع نقل شده از مفید که از کلینی که در واقع در اونجا اقل من 3 سنین اومده. به هر صورت این روایت هم یک روایتی هست که در واقع اگر چیز صحیح باشد بازم جای اشکال دارد و تناقض دارد و اشکالات دیگری هم در واقع که عموما در مورد امامت تمام ائمه هستند اونا سر جای خودشون باقی هستند. جزاکم الله خیر. خب دوستان عزیز، بازم که حدود 10-12 دقیقه از وقت بینندگان رو ما گرفتیم. من معذرت میخوام از عزیزانی که در اثناء صحبت حضرت استاد داشتن تماس میگرفتن. از این لحظه به بعد انشالله تماس های شما عزیزان رو خواهیم داشت و نظراتتون رو در مورد این مطالبی که مطرح شد و اینکه آیا این معجزاتی که از امامان نقل شده دلیل بر امامت الهی اونها هست یا نه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد شما بفرمایید برادر گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ ما از تاجیکستان استاد زنگ میزنیم. از تاجیکستان. بفرمایید برادر گرامی. استاد مهربان، ما از برنامه خواستیم شما نگهبان باشه استاد. سلامت باشید. یک استاد مهربان، زمین اولیاء ها کرامات دورن یا ندورن و یک کرامات یعنی اولیاء ها رو برای ما روشن‌تر می‌کردید؟ باشه چشم انشاءالله در این مورد صحبت می‌کنیم. تشکر از شما. تشکر برادر گرامی. زنده باشید. الله متعال ستون کنه.
تشکر از شما. بله تشکر میکنم از برادر تاجیکمون. شماره تلفن برنامه رو در ایران مسدود کرده بودن که عزیزان شماره جدید اعلان کردن. لطفاً عزیزانی که از داخل ایران تماس میگیرن با شماره جدید تماس بگیرن. این آخوندهای بیورزه که دیگه خودشون جرأت تماس گرفتن ندارن که از این خزعبلات و دروغ هایی که در مورد امامان گفتن دفاع بکنن، خب دست به دامن این کیک و ساندویچ خورای خودشون میشن تا که شماره برنامه رو ببندن که احمد آقا دیگه ده ها صدها شماره آماده داره و یک شماره جدید رو اعلان کردن. بله سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نفهمیدم برنامه شیخ محمد انصاری. محمد انصاری هستم، بفرمایید. برنامه حجت بی حجت. حضرت من حماد از تاجیکستان. یگان سوال آید برنامه شما نداره، اونه که یک پوز دارم. همین روز یک نشید، یک مولود یعنی برنامه حضرت عمر پخش شدگی بود، همون را من سپید نکردم ضبط کنم. اگر امکانیت باشه یگان میون برنامه تون همون را پخش کنم یا اینکه بعدی برنامه باشه. چشم. میتونید بخش های از این نشید رو بگید تا ما، چون در مورد حضرت عمر چندین سرود هست. همین روز یک بچه کم اکگری. بله خب تماس ایشون قطع شد. دوستان اگر اون نشیدی که یکی از کودکان تاجیکی میخونه در مورد حضرت عمر، اون رو اگر که بعد از برنامه پخش بکنید جزاکم الله خیرا. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای ابن مالک. بله میشه که سرطان حنجره گرفتی شما. صداتو چرا عوض کردی؟ مثل بچه آدم بیا با صدای اصلی. این آخونده من تعجب میکنم از این بدبخت بیچاره. بله سلام علیکم، بیننده بعدی بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم استاد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علی محمد هستم از تاجیکستان. بفرمایید برادر عزیز. خواستم از برنامه خوب شما بسیار تشکر کنم. بسیار خوب دقیقاً میفهمونید صفت اصلی رفتار و کردار شیعه ها. من حیران همون جوانایی هستم که میشینن در مسجد و این گونه افسانه ها رو باور دارن و دارن گیره میکنن. من حیران، باید انسان عقل و کمتر شعورناکی داشته باشد که اصلا به این گونه افسانه ها باور کردن خود یک نمیدونم، اگر انسان شعورناک باشد حتی به گوده که 3 ساله این گونه افسانه ها رو نقل کن باور خنده میکنن، نه اینکه گیره. درست. اونان که گوسفند عقل ندارد، حیوان، انسان بهترین خلق خداوند است. درست. نباید این چنین به این گونه انسان هایی چی باور کردن. درست. دویم پاسخ از شما داشتم که بفرم. در ما هستن انسان هایی که ایشان پیامبر، اولادهای پیامبر میگیرن و هر گونه طلبات های از مردم اینا و مثل این جوان های ایرانی طلب دارن و هستن ایشان هایی که از مردها، از انسان ها، حتی دخترهای آنها را طلب میکنن و آنها به شما ایشان گفته حرمت کرده، حتی دخترهای کوچک را نیز به زنی میدهند. آیا از گفته اسلام درست است یا نه؟ باشه چشم، در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما برادر عزیز. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری محترم و مولانا صاحب عبدالقدوس دهقان. خالد جان از آلمان، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. بله درست است. من برنامه تان دیدم، خیلی جالب بود استاد. این قسمتی که در کتاب نشان داری که موهای بدن امام آبش با موها میخوردن، خیلی آدم خنده‌آور است. میگم زمانی که اینا این کتابا رو می نوشتن، همین ائمه ازیا به نام نمیدونم چی فکر کرده بودن، این دروغ از خود اندازه داره،
دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ. من این مردم چی فکر کرده؟ این مردم مثل خود رافیزی ها گوسفند فکر کرده بودن. یعنی خیلی جالب است. آدم حتی مرده را به خنده در بیاره. این کارا این کتاب ها نوشتن دروغ 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 دروغ. بالاخره دیگه از دروغ هم دیگه اینا گذراندن. باز آقای قزوینی هم میشینه میاد اعتراض میگیره به کتاب های ما و ائمه اهل بیت و میاین چی معرفی میکنن. آدم چیزی معرفی میکنه حداقل متوجه باشن. مثلا از ائمه اینا چی درست کردن، از اهل بیت اینا چی درست کردن. دیگه من نمیدونم چی بگم به اینا. این مردم یکی متوجه شدن، عقل خودشون دادن دست 4 تا آخوند گمراه مرده پرست آمدن دارن میگن که ما از اهل بیت پیروی میکنیم. آخری آخوندا خودشون نگاه کو خدا اگر به خاطر پول خمس و صیغه و از این چیزا اگر نباشه، اگر یک لحظه بیاد گریان بکنه، اون گریان هم پشت تلویزیون میکنه، پشت کامera رو وقتی که میبینه گریه میکنه. خدا هم در دلش چقدر میخنده که ما چطوری همه مردم گوسفند درست کرده میگریانم. بعضیا یکی چند روز پیش یک کلیپ پخش کرده که هم قابل خنده بود هم قابل گریه، که گفت که آدم خنده میگیره. خنده به خاطر اینکه اینا خودشان رو مسخره کردن، گریه به خاطر اینکه از دین چی درست کردن، دین مسخره کردن. یعنی دین مثل یک قصه مولا نصرالدین ما بگیم بهتر از دیگه قصه مسخره ها و اینطوری چیزا، قصای بالیوود و هالیوود درست کردن. هر روز یک چیز نو، یک چیز جدید به دین اضافه میکنن. یک روز میگن که حضرت فاطمه شهید شده مثلا. عجیب است، همین 10-15 سال از این کتابای اینا که درست کردن. باور بکو که اگر این قزوینی خجالت کشیدن، اگر خیلی خوب چیز بود خجالت میکشید. من تعجب میکنم با آقای قزوینی. خلاصه تشکر از شما خالد جان، الله متعال حفظتون کنه. به اسلام ضربه زدن، فقط برای ضربه زدن درست شدن. تشکر برادر عزیز. بیت هم بردن، آبروی اسلام هم بردن. خالد جان از آلمان، الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. شما را زنده باشید. خدا نگهدارتون. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم سلام. من میخواستم درباره همین شیعیان کافر گفتن که چل حضرت اسماعیل نمیدونه که بله چل گم حضرت اسماعیل نمیدونه که این همین چینم داره آخه. بله نه خب همین گوسپندا ای حضرت اسماعیل بسیار بدونن مثال. درست. حضرت اسماعیل پیش ای انا پیغمبر محمد مصطفی نبود چه پیراهوی انا درست. حضرت علی چه بون حضرت علی نبیروی حضرت علی. درست. بله در مورد این کلیپ سوالات عقلانی زیادی وجود داره و این دروغایی که اینا میگن یکی دوتا نیست برادر عزیز. تشکر از شما برادر گرامی از تاجیکستان. نه اولی گوش کنیم. بفرمایید. حضرت اسماعیل از همین نبیروی حضرت محمد حسن حسین چند سال کلونه چل که این گفتنیان ایو که مثال حضرت اسماعیل نمیدونه. همین گوسفندا هم اکثر میدونن این گوسفنده که حیوانه، نه خواهد که حضرت اسماعیل ندونه. درست. در حضرت اسماعیل کلام بود ایو چون میدونن. باشه چه در این مورد هم حضرت استاد صحبت خواهند کرد. تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام. بخیر جان، خیرت. سلامت باشید. وصال حق است. وصال حق، بفرمایید. من برنامه کلی وصل نکنم، آدم صحبت بکنم. بفرمایید، شما وصل هستید در برنامه و حضرت استاد دارن صداتون رو میشنون. بفرمایید. تشکر بخیر هستین جان. سلامت باشید. قاری وحید الله نام است، از دبی تماس گرفتیم. بفرمایید قاری صاحب برادر محترم، بفرمایید. سلامت باشید. تماس اول من است در وصال حق و از برنامه‌تان بسیار خوش هستم. سلامت باشید. مشکلات خود در موارد روافض بسیار زیاد است، اما من از شما یک سوال دارم جناب شیخ صاحب در این سوال یک کمی روشنی پرتاره و دوم یک خواهش از شما دارم از برنامه‌تان که فعلا در کابل در پانتون خاتم النبیین
که چیز از محسنی است. اینجا همین پنتون اکثریت از علمای اهل تسنن ما که من نامم گرفته میتونم میرن در درس‌های از او اشتراک میکنن. همین بسیار یعنی فردای خوب نداره. بله، در این مورد صحبت میکنیم. مطلب بعدی برادر گرامی. بله، و دوم سوال من است که یک دختر در بامیان یک دختر که یک بچه اهل تشیع رفت و چی شد، نکاح از او محکمه بسته کرد. دین از ما در بحث داشتیم، ما برش گفتم که نکاح از این نمیشه و می گفتن که نکاحش میشه. حال از شیخ صاحب خواهش میکنم که در این مورد یک کمک روشنی پرتره که دختر باطل است یا بله، دختر از اهل سنت است. دختر از اهل سنت است. اهل سنت. دختر از اهل سنت است و فامیل دختر خوش نبود. فامیل دختر رو ضعیف نداشتن. این مشکل فامیل دختر داشت که باید نره. درست باشه، در این مورد صحبت میکنیم ان شاء الله. در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. خب من عذر میخوام از عزیزانی که پشت خط هستن. خطا همه پر از استاد، اما سوالات هم زیاد است. در غیاب جواب مراجع شیعه و آخوندهای شیعه ما مجبوریم که دیگه این برنامه رو نیم ساعت اخیرش رو سوالات شرعی رو بگیریم از بینندگان عزیز. امیدوارم که اون آخوندا به جرأتی داشته باشن که بتونن به این سوالات ما پاسخ بدن. کرامات اولیاء آیا حق است یا نه؟ برادر عزیزمون از تاجیکستان سوال کرده. عقیده اهل سنت و الجماعت این است که کرامات اولیاء حق است. تمام اهل سنت و الجماعت کرامت اولیاء رو قبول دارند و این رو حق میدونن. با تفاوتی که من قبلا در حتی کسایی که ادعا میکنن که تبلیغ میکنن بله، که وهابیه کرامت اولیاء رو قبول ندارن. حتی وهابیت، حتی محمد ابن عبدالوهاب، حتی ابن تیمیه، هیچ نفری از اهل سنت و الجماعت و هیچ مذهبی از این در واقع مذاهب و هیچ عالمی کرامت را به صورت کلی رد نکردند. منتها تفاوت قائل هستند در میان اون کسی که اولیاء هست یا غیر اولیاء هست. ولی بودن در واقع هر کسی که ادعای ولایت بکند خود را ولی بدوند، این در واقع ولی نیست. بیشتر کسانی که الان برایشون ادعای ولایت میکنند کسانی هستند که نه نماز میخونند، نه روزه میگیرند، نه پایبند نماز هستند. به قول شما میرن در مکه نماز میخونند، در مسجد محله خودشون نماز نمیخونند. اینو دلیل بر ولایت میدونن. قطعا اینها اولیاء الله نیستند، اولیاء شیطان هستند. هر کسی که تفاوت داشته باشد یا این که انحرافی از عقیده اسلامی داشته باشد، در اعمال ظاهریش پایبند شریعت نباشد، این در واقع ولی نیست، ولی الله نیست، بلکه ولی شیطان است. اون کسی که ظاهرا پایبند شریعت باشد از نظر اعتقادی و از نظر عملی، کراماتی رو الله متعال به اون اگر عنایت بکند، ولی ما چنین کراماتی رو قبول داریم. منتها فقط از کسانی که پایبند شریعت هستند، هم از نظر اعتقادی و هم از نظر در واقع عملی. و اون کسانی که پایبند نیستند، مانند مرتضی‌های نمیدونم هندی یا بقیه افرادی که انسان‌های خرافی هستند یا پایبند نماز و عبادات نیستند، اگر عمل خارق العاده رو ظاهرا انجام بدن، این اسمش از دیدگاه ما کرامت نیست، بلکه این یک نوع استدراج هست و یک نوع امتحان و آزمایشی است که الله متعال برای اون قرار داده. کسانی که اولیاء الله هستند، پایبند شریعت هستند، بله، اگر از اونها کار خارق العاده سر زد و یک کاری که در واقع دلیل بر کرامت چون این شخصی بود، این کرامت را ما قبول داریم و کرامت اولیاء از دیدگاه اهل سنت و الجماعت حق است. برادر تاجیک اون پرسیدن که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم از نوه‌های اسماعیل علیه السلام هستند؟ همین آخوند که تهمت میزنه به اسماعیل علیه السلام و اینکه چطور اسماعیل علیه السلام نمیدونست و گوسفند میدونست. بله، این در واقع خرافات و چیزایی است که همین راویان ساختند. امثال همین آخونده ها هستند که اینها رو تبلیغ میکنند. چون این چیزهایی نه با عقل صریح در واقع سازگار هستند و نه با روایت صحیح و هیچ انسان عاقلی هم چنین مطالبی رو در واقع نمیپذیرد. اما این که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نسل اسماعیل و از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام هستند، در این هیچ گونه شک و تردیدی وجود نداره. روایت صحیح در این زمینه داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله متعال از اولاد اسماعیل کنعان رو انتخاب کرد و از کنعان قریش رو انتخاب کرد و از قریش بنی هاشم رو انتخاب کرد و از میان بنی هاشم رو الله متعال انتخاب کرده. در این که نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت ابراهیم و اسماعیل میرسد، هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد. بر روی این اجماع و اتفاق اهل سنت و الجماعت و نسب
کارشناسان هست. فرمودن که بعضی هستن ایشان به اونا گفته میشه، اینا جماعتی هستن که در تاجیکستان، در افغانستان هستن، خودشون رو نسبت میدن به صحابه، به پیامبر صلی الله علیه و سلم، و در ایران به اسم سادات و اینها معروف هستن، در بعضی کشورها به اسم میر و آقا و اینا معروف هستن. اینها خودشون رو برتر از دیگران میدانن و اگر از کسی چیزی طلب بکنن نباید رد بشه. از جمله عادات زشتی که دارن این است که به کسی دختر نمیدن، که ما در طبقه بالاتر قرار داریم و از دیگران اگر دخترشون رو طلب بکنن طرف باید بدون چون و چرا بده. نصیحتتون در مورد این در واقع دلیل این هست که اینها نسل پیغمبر نیستند. الله اکبر. این دلیل این هست که اینا هیچ ارتباطی رو با رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به بنی هاشم در واقع زن داده مانند حضرت علی رضی الله تعالی و هم به بنی امیه که از بنی هاشم در واقع نبودن، و همچنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه با حضرت عمر در واقع وصلت کردند و با بنی امیه بیشتر از کسانی دیگر که بودند به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم وصلت کردند. اون کسانی که به نام سید خود را از دیگران برتر میدونند و دیگران رو تأخیر میکنند، من مطمئن هستم که اینا در واقع یک نوع خللی در اینا هست. اگر بالفرض هم از نظر نسبی به رسول الله صلی الله علیه و سلم بنسند، از نظر اعتقادی و از نظر عملی به هیچ عنوان اینها رو نمیتواند به رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه حجة الوداع که پیامبر صلی الله علیه و سلم بله نسبت داد و خود روش عمل رسول الله، گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین شما نزد الله متعال اون کسی هست که تقوای بیشتری رو داشته باشد. و از نظر اسلامی تمام مسلمانان با هم دیگر کفو هستند و اصل همون ایمان هست و این که در واقع مؤمن رو با مؤمن ازدواجش کاملا درسته. حتی شیعان در روایت خودشون از این ازدواج سیدنا عمر که غیر هاشمی بوده با حضرت ام کلثوم، اینو در واقع دلیل این مورد دونستند که ازدواج کاملا جایز و حلال هست و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. و به نام پیامبر و به نام سید هیچ انسانی حق ندارد که در واقع از دیگران مال طلب بکند، مال مردم را به ناحق بخورد یا خود را برتر از دیگران بشمارد. این دلیل بر انحراف از راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم و از تعالیم قرآن هست و چنین انسان ها باید از این سوء استفاده که میکنند به نام رسول الله و به نام اهل بیت باید از اینها باید اجتناب بکنند، دوری بکنند، وگرنه پاسخ خود را باید در پیشگاه الله متعال و در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم باید پاسخی را آماده باید بکنند. جزاکم الله خیر. مساوات اسلام است که حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمه دختر محمد هم دزدی بکنه من دستشو قطع میکنم. یعنی فرق بین اولاد پیامبر و غیر اولاد پیامبر نیست. دقیقاً در احکام اسلامی سید و غیر سید کاملا مساوی هستند و هیچ کسی حق ندارد که به دلیل و به بهانه سید بودن در واقع سوء استفاده بکند و احکام و شریعت اسلامی رو زیر سوال ببرد. بله. یک دختر سنی با پسر شیعه ازدواج کرده، بنابر دستور دادگاه این کار رو کردن. اولا آیا در فقه احناف بدون حضور ولی و سرپرست دختر به ازدواج دادنش توسط دادگاه هیچ عنوان در هیچ مذهبی از مذاهب اهل سنت و الجماعت ازدواج یک دختر با یک مرد بدون اجازه و رضایت جایز نیست. و جالب اینجا است که من فکر میکنم گفتن که خانوادهش اصلا راضی نبوده. خانواده راضی نبوده، خود دختر راضی بوده. نه به هیچ عنوان در زمانی که ولی حضور نداشته باشد و راضی نباشد به این چنین ازدواجی، یعنی حضور ولی و اذن ولی در واقع شرط هست برای چنین ازدواجی و چنین ازدواجی از دیدگاه اهل سنت و الجماعت در واقع منعقد نیست. بله جزاکم الله خیر. اگر که طرف رافضی باشه و دارای عقیده شرک، اون در واقع بطلانش رو بیشتر میکند و قطعا در واقع یک دختری رو که مؤمن هست، متعهد هست و اهل سنت و الجماعت هست، اینو در دامان شرک انداختن، در دامان بدعت خرافات انداختن خودش را و ذریه‌اش را، در واقع این یک کاری هست که به هیچ عنوان یک انسان عاقل چنین کاری رو انجام نمیدهد و دو دستی فرزند خودش را در واقع در دامان شرک و بدعت هیچ انسانی نباید انجام بدهد، زیرا که از نظر شرعی ما مکلف هستیم که انفسکم و اهلیکم نارا، که خودمان بچه‌های خودمان را از آتش جهنم در واقع نجات بدیم. انسانی رو در معرض کفر و شرک و بدعت و خرافات قرار دادن، این در واقع به معنی تباه کردن فرزندان هست و چنین چیز از نظر اسلام جایز نیست. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان، استاد محترم علوم اسلامی که در این برنامه با ما همراه بودن و از تک تک شما عزیزان که تماس گرفتید و کسانی که نتونستیم تماساشون رو بگیریم و ای کاش این آخوندهایی که این همه ادعا میکنن اینا تماس میگرفتن و در مورد این
پرسش هایی که در ذهن من و تک تک شما عزیزان وجود داره در مورد این دروغ هایی که به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بستن پاسخگو می بودن. یک نکته رو جا داره اینجا اشاره بکنم که از برنامه هفته گذشته ما کلیپی پخش کردن در شبکه چوپان دروغگو، یکی از شاگردان ایشون که بعد از 4-5 سال عاجز شدن از اینکه بیان یکی از دروغ های آیت الله قزوینی رو پخش بکنن، تیکه گرفته بودن از برنامه هفته گذشته که واقعا ما خیلی خندیدیم این کلیپ رو وقتی داشتن در موردش صحبت می‌کردن. واقعا این نشان دهنده عجز شماست. ای کاش در مورد اون توهینی که به مادر امام جواد شده و توهینی که به همسر امام رضا شده در مورد اونا صحبت می‌کردید و اینطوری آبروی خودتون رو نمی‌بردید و امیدواریم که بتونن پاسخ‌های علمی و منطقی بدن که حداقل لیاقت اینو داشته باشه که ما در برنامه این کلیپ‌ها رو پخش بکنیم و بهش پاسخ بدیم. امیدوارم الله سبحانه و تعالی به من، به شما، به همه عزیزانی که با ما همراه بودن در این برنامه، به همه برادران و خواهران مسلمان ما توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو نصیب بکنه و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر. جزاکم الله خیر.